رب اشرح لي صدري. به نام خداوندی بخشنده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز و بینندگان محترم، انشاءالله که همگی صحت و سلامت و خانه آباد باشید. اینک قسمت ششمی برنامه غربت را پیشکش شما میکنیم و طول چند ساعتی آینده بنده ابوذر خواجه زاده در این برنامه شما را همراهی میکنم و در خدمت شما خواهم بود. خب، در این برنامه ما میخواهیم سفر امام علی رحمانوف به روسیه که در روز 9 می، یعنی به اصطلاح روز عید غلبه کردگی بود و انقدرش نتیجه های اون سفر آیا یکم بهبودی با مهاجرای تاجیک آمد یا نه، در این برنامه با یکدیگر انشاءالله صحبت خواهیم کرد و قدر استطاعت هر چیزی که ما میتونیم پیدا بکنیم پیشکشی شما میکنیم و در اون موضوع ها صحبت خواهیم کرد. خب، نگفتن امانت که هموطنان عزیز یک چند ماه قبل وقتی که امام علی رحمانوف در یک نشست با سران دولت‌های سابق اتحاد شوروی و در نزد دیکتاتور روسیه ولادیمیر پوتین یک طرز اعتراض، یعنی با طرز اعتراض یک سخنرانی داشت و در اونجا دعوا میکرد از ولادیمیر پوتین که با او احترام داشتگی باشه و دیگر بدبختی های مردم تاجیکستان هم بعد از همون سخنرانی امام علی رحمانوف تقریبا که شروع شد. خب، ولی در پشت این قضیه همون مسئله هست که مثلا ولادیمیر پوتین به دنیا وعده داده بود که ما تا سال 2025 SSR یعنی سوسیالیستський советский союз روسیه را واستنوید میکنیم. خب، طبق همون وعده که دادگی است دیگر باید که همون سیوز برپا بشود، یعنی همون زمانهایی که ما پسی سر کردیم تاجیکستان غلامی رسمی روسیه بود. خب، خلاصه
طبق همون وعده کردگیش باید که همه دولت‌های سابق اتحاد شوروی باز دوباره بیاین زیر قنات روسیه و خود غلام حلقه برگوش بسازند و این چیز البته هر نفری که طرفداری از این ایدئولوژی میکنه اون نفر واقعا در آزادی های خودش و آزادی های ملتش توف کردگی است. از این لحاظ امام علی رحمانوف هم که مثلا البته که اون نفر پروای آبرو و حیثیت این ملت نداره ولی تنها یگانه سببی یعنی رد کردن این درخواست روسیه‌اش هم در همین است که اونا میخواه که از این عنوان‌هایی که داره مثلا پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت، پرزیدنت، نمیدونم و یک 10 دیگر در عقبش وصل کردگی نمیخواه که از این عنوان‌ها دست بکشه و مثلا پریمیر مینیستر باشه. این چیزا نمیخواه امام علی رحمانی و همچنین یا بعضا درآمدهایی که از مثلا گمرک داره از اونها را نمیخواه دست بکشه و در عموم در سیوز پیوستن تاجیکستان این هیچ فایده به تاجیکستان نداره. اگر فایده هست اونم مال روسیه میشه. از این خاطر خلاصه تاجیکستان آماده نیست که در سیوز بپیونده و اگر در عموم نگاه بکنیم تمامی تحقیر و تجاوزهایی که روسیه بالای مردم تاجیک میکنه این سبب اساسیش همین است که تاجیکستان مثلا مجبور بسازه که تاجیکستان با همین سیوز بپیونده. ولی از زمانی که امام علی رحمانوف طوری که ذکر کردیم با یک طرز تند با پوتین صحبت کرد. پس اون ترجمه‌اش نگذاریم برای یادآور شدن باز دوباره. خلاصه از همون زمان دیگر شروع شد تجاوز روسیه بالای مهاجرای مهنتی تاجیک. اگر شما در خاطر داشتگی باشین بعد از همه چیز اولین بار در قشون‌های حربی روسیه یک تاجیک متهم به کشتن 30 افسری روسیه کردن، بعدا او را زدن کشتن و دیگریش فرار کرد. دیگه از همون زمان شروع شد. خب بعد از او دیگر مصیبت های زیاد هم که بالای مهاجرای تاجیک آمد. ولی ببینین بالاخره امام علی رحمانوف بعد از اونه که چند طرف تازید و گردن غوصی کرد در برابر حکومت روسیه، بالاخره باز ما شما دیدیم که روز 9 می در جشن عید غلبه خب شرکت ورزید و گویا که رابطه های خیلی خوب با روسیه و علل خصوص با پوتین داشتگی باشه و یک لبخند دست به دست در آغوش یکدیگر قدم میزدن و باش که اینجا اما عکس شم که باشه حداقل بگذاریم که چطور در آغوش یکدیگر باشند، در آغوش یکدیگر بودند. خب خلاصه بعد از اون ما و شما دیدیم که هیچ نتیجه نبخشید. یعنی ببینین این عکس هم از همون روز 9 می است.
این عکس هم از روز همون 9 می است و ببینید که چقدر امامعلی رحمانوف خوشحال می نماید. همچنین ولادیمیر پوتین دست به دست در آغوش یکدیگر قدم میزنند و گویا که هیچ مشکلی بین ایشان نیست و هیچ مشکلی هم نبود. گویا که یگان تجاوز از روسیه به بالای مردم تاجیکستان نشده است و هیچ مشکلی بین این دو دولت یا اینکه این دو نفر وجود ندارد. و بعدا صحبتی که اینا داشتن терроризм не имеет национальности, не имеет религии, не имеет роли. То, что случилось, конечно, это для... بعدن یک صحبتی هم داشتن با یک دیگر و در اونجا اعتراف کرد که گویا که همین کاری تاجیکا بود. носит очень серьезный урок. И историю, культуру, традиции очень серьезный. Терроризм не имеет национальности, не имеет религии, не имеет роли. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. То, что это наносит очень серьезный урок. И историю, культуру, традиции нашей нации. А мы будем в дальнейшем работать с вами тесным контактом. Это наш общий праздник. Вчера и сегодня, в течение наших встреч, не с первого, сказал об этом, озвучивая теракт в Москве, особенно по отношению нашим. خب ما شما میدونیم که با او ترکت یا با او حمله تروریستانه که بالای مردمی بیگناه در زل کنسرت در کراکو سیتی انجام شد، تاجیکای ما هیچ ربطی نداشتن و کار یگان داعش هم نبود، کار یگان گروه های بگیم غیر قانونی و غیر دولتی چیزا نبودن. برعکس این حمله ساخته و بافته سپیتسلوژبه روسیه بود، علل خصوص از فیسبی روسیه. خب و دستوری خود اینمی ولادیمیر پوتینی کار انجام یافت و همچنین یک چند بگیم که سناریوهایی که در دیگر دولت‌های دیگر هم صورت گرفت، یا همش برای امامعلی رحمانوف در جاش نشاندن بود و بالاخره ما و شما دیدیم Россия имеет самую большую военную базу за пределы своего государства, и это Таджикистан. Все эти годы мы не меняли свою позицию. خب این گپ خیلی مهمه. اینجا امامعلی رحمانوف گپ زد که تاجیکستان روسیه یک بازه کلانترینی که داره بیرون از روسیه اونم در تاجیکستان است، 201 دیویزیای روسیه. و ما تا امروز میگه یگان موقعمون عوض نکردیم و عوض نمیکنیم. یعنی منظور از مثال آوردن این و این بازه این است که یک کمی هم که باشه روسیه را مثلا خطی رسان بکنه که شما در ما مقصد دارین خیلی موقعی که اگر ما در صورتی که از مثلا موقعمون عوض بکنیم، یعنی از تاجیکستان درخواستی خارج شدن این و این بازه را بکنیم، برای شما هم یک دردی سر می شود. ولی گپی پوچ به منطق به معنی و
این گپی بود که برعکس به جای اون که یک افکت خوب بتیه، مثلا روسیه یک کمتر یک قدم به عقب بزنه، برعکس غضب یعنی بگیم که خوجه خارجیش آورد و این خوجه خارجیش بالاخره چیکار کرد؟ گرفت بازم وضعیت مهاجرای تاجیک که در روسیه بودن بدتر ساخت و همچنین از دیگر دولت ها هم کوشش تلاش میکنه، درخواست میکنه که همچنین در دیگر دولت ها هم وضعیت تاجیکان خوب باشه. مثلا ما و شما شاهد شدیم که در یوژنی کره 600 تاجیک از چی بیرون کردن. خب از یوژنی کره دپارتاسیا کردن. مردم ما هم که زیاد در آخر وقتا به یوژنی کره سفر میکردن و در اونجا نانیخچون پیدا کرده بودن. همچنین بارها تاکید کردیم در ترکیه، مثلا در آلمان، در ایتالیا و در چندین نقاط دنیا همچنین یک سناریوهای ساختن و من مطمئن هستم که یا همش کار دستی سپیتسلوژبای روسیه بود برای بدنام کردن تاجیکا و گوشرس کردن امامعلی رحمانوف که اگر تو مثلا میخواهی که از غلامی ما بیرون بشی، پس ما وضعیتی تر ناخوب میکنیم. چرا؟ بعضا نفرایی است که فکر میکنن که تاجیکستان یک دولت کوچک و مثلا راهی بحری نداره، یک دولت بیکاره است، ولی این اشتباهی بزرگ است. تاجیکستان اگر چنده که راهی بحری نداره که مثلا تجارت خوب در او کرده نمیشه، تاجیکستان موقعش موقع خوب است. تصور بکنید که هر دولتی ابرقدرتی که در تاجیکستان جایگاه داره، او سلاح خچ در زیر بینی خیتای، در زیر بینی چین داره و همچنین از طرف دیگر که مثلا پاکستان و افغانستان زیر کنترل انگلیس و امریکا هستند، مقصد که در زیر دست اونها هم سلاحی بگیم او دولت ابرقدرت هست و اونم عین حال روسیه است که در تاجیکستان مثلا موقع خچه داره، جایگاه خچه داره و همچنین سلاح‌های خچه داره. از طرف دیگر تاجیکستان یکی از دولت‌هایی هست که مثلا ما دیگر کندنی‌های قیمت بهای تاجیکستان ذکر نمی‌کنیم. تاجیکستان اوران داره و همین اوران تاجیکستان یکی از بهترین اوران دنیا به حساب می‌رود که اما صفت او برابر به صفت اوران هست که از کانادا مثلا می‌شود. از این حساب روسیه از تاجیکستان هیچ دست کشیدنی نیست و تاجیکستان هم مثلا نمیتونه یک کاری بکنه که مثلا در اوجا همکاری باشه، نه اینکه غلامی. خب مثلا امامعلی رحمانوف طوری که در برنامه گذشته ما ذکر کردیم میتونست که چیکار بکنه؟ میتونست در تاجیکستان قبل از این سفری که به روسیه کرد مردم بخیزونه، البته که افیسیال از چهره دولت نه، همون کاری که در نزد سفارت ایران کرده بودن به ضد مخالفا، یعنی گویا که یک توده مردم خستن دروازه های سفارت ایران زدن، فریاد زدن، تحقیر کردن، گفتن که شما مخالفای تاجیکستان با یک لفظ تند شما تروریست های تاجیکستان کمک دستگیری میکنین، ما میخواهیم که آزاد زندگی بکنیم و غیره. خلاصه حکومت تاجیکستان میتونست که قبل از اونی که مثلا به روسیه سفر بکنه و در اونجا
مثل یک خرگوشک با ادب در نزد پوتین باشه، باید همچنین یک کاری میکرد، یک چیزی در جهان نشان میداد که یعنی موقع روسیه در خطر میافتید، بعدا میرفت میگفت که ما مثلا یک دولتی کوچک هم که باشیم، شما میدونین که شما در اونجا جایگاه خطا ندارین و در صورت مثلا عوض کردن موقع ما، شما برای شما یک درد سر ایجاد میشه. در اون زمان شاید که یک وزن گپی او پیدا میکرد، ولی این چیز هم که نشید، ما و شما شاهد هستیم و ببینیم که چی بلای بالای سر مهاجرای تاجیک بعد از سفر امام علی رحمانوف آمد. ما بازم همو مردم بردن، کشمکش، تعقیب ادامه داره، یگان تغییراتی نشیده است. МВД Россия, Министерство внутренних дел Россия. اینجا ببینید اما حالتی بزن بگریز، سرکن پیشکن هیچ عوض نشده است، برعکس با شدیدتر شده است. خلاص. و در اینجا یک چیز دیگر تعجب آور است که در همین خیلی یک حالتهای حساس که مثلا مردم بیچاره خودش مظلوم شدگی است، یک مظلوم یک بیماری را، مظلوم مانند یک بیماری است، یک بیماری، مثلا یک نفری که از درد بسیار خستگی ها داره، ناتوانی ها داره، بیچاره است، او را باید چیکار بکنی؟ او را باید با عیادتش برای و سری او را سیله بکنی، باید سری او را سیله بکنی، دل برداری بکنی او را. ولی حکومت تاجیکستان چیکار میکنه؟ برای که باز دوباره ترس در مردم بشنانه، ما شما میبینیم که با چی کارا حکومت تاجیکستان داره دست میزنه. بخشش متاسفانه همین پروگرام را ما خوب ناموختیم، این هم خطاگی ما است، انشاءالله که اصلاح شونده است. سبی نفرت و زورآوری
نگاه کنین همی در کجای لباس های همیا شکل تاجیکی شما نمیبینین. 100% این لباس تاجیکی است و از زمانی که من شخصا یاد دارم خدمت میشناسم خدمت این همی شکلی لباس پوشی زنهای تاجیک است. اوش گرفت سرش لیچ کرد در بین مردم. این ناموسی کدام برادر بود. گرفت سرش در بین مرده های نامحرم لچ کرد و گرفت از نو رومالش بست و ببینی که ایشه چیکار میکنه. امروی بگیر. میگه که این همی سطر چی فایده داره شما ده؟ آخه همی را گرفتنی از سر همی زنها به شما چی فایده داره؟ شما این سطر حجاب از سر مردم بکشین با مردم جاهای کاری تامین میشه. این همی زنهای تاجیک این کاری دولت نیست که به مردم بگه که چی بپوشین چی طور زندگی بکنین. مردم در این عذاب هستند. ببخشید. مردم در این عذاب هستند. شما از سطر لباس زنها مثلا بالای از اینه که بالای چیز شما کار میبرین، بالای کار و کارخانه ها کار ببرین که برای مردم جای کار تامین بشه و این مردم در از این عذاب از این کشمکش بیرون بشوند. این احوال بین در کدام طربخانه یا چایخانه تاجیکا در اومدن تپیدن هم برای اینجا مثلا راست موندگیان و جنایتکارای اساسی را قپیدن و گفتیم در تاجیکستان شکار بالای زنهای بیچاره و ضعیف ناتوان قپن. شما باید خیلی لباس پوشین. شما خیلی لباس شما در چی فرق داره؟ کیچ خیلی لباس میپوشه. یک نفر میفورش سطر میکنه، یک نفر میفورش عادی زمانوی میگرده، یک نفر میفورش به شکل عربی میپوشه، یک نفر میفورش به شکل امریکایی میپوشه. شما در چی فرقش؟ آیا همین مسئولیت شما است که اینقدر شدید شما قپیدین را سالهای طولانی شید بالاش کار میکنید؟ یک نفر میفورش ریش میمونه، یک نفر میفورش ریش میگیره، یک نفر میفورش جامعه دراز میپوشه سلام میبنده، یک نفر میفورش شاتیک میپوشه و مایکه میپوشه. کاری شما چی؟ آیا این مسئولیت شما است؟ عصر 21 دنیای قدر پیشرفت کردگی است. در دنیا مردم هایی هستند که هزارها بار من همین چیز تکرارا میگم، در دنیا مردم هایی است که این دستگاه ها را ساز میکنند. یک کوساک پلاسم است $1,500 میفروشش. هزارها نفر برای اینمی را ساختن و جای کار تامین. هیچ کس محتاج به روسیه رفتن نیست.
در دولت‌های این مردمی که خیلی تکنولوژی ها می‌سازند، یا اینمی کامرایی که ما در مقابل او شیشتگی هستم، یا اینمی تلفن ها و تلویزورهایی که شما مرا نگاه میکنین. مردم های دنیا در پی ساختن این گونه تجهیزات ها هستند. شما قبیدین توقی، صلاة، جمعه، حجاب، ریش، حج، کار دیگه ندارین. شرم نمیدارین. توقی شما رنگی همی نامردا بالای بیچاره ها و ضعیف ها دست درازی میکنین. توقی این دلیل به اون است که اینا هیچ برنامه ای ندارن، یا تمام کارگی هستن، یا در این پیشرفت این دنیا اینقدر پیشرفت کردگی است ولی همون سال 90 یا چسبیدگی هستن. اگر حتی با همون سال 90 یا مطابقت میکردن، ما امروز در روسیه نبودیم. به خدا قسم یک توده گوسپند از کدام هیل یا آغل کشیدن برو آوردن در سر حکومت شنوندن شد. چیکار کردن خود نمیدونن. و این همین نفرها برای ما نشان میدن که ما چگونه لباس باید که به تن بکنیم. ریولوشنر مرحمت. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شما صحبت بکنیم. من اینجا یک چیزی را باید پیدا بکنم. مسئله یعنی که پوتین از دست دادنی نیست همین تریتوری تولید. اونایی 150 سال است که اینها همین چیزا قصه قابل گرفتگی هستند. من دینو در درست پیش در برنامه سینه شروفان کتاب که جنگ دوم جهان در از همه چیزی اساسی ترین ریسورسی اساسی ترین نفت بود. حاضر اوران و دیگر مینرال ها، سینک، اوران همش در تاجیکستان تا 300 سال میرسد تمام دنیا دا. ممکن تا 500 سال هم برسد. نمیدونم همقدر زپسی بسیار دارد. این جوره هیچ وقت پوتین یا که روسیه هیچ وقت از دست نمیدهد. این ممکن چیزی نقص باشد، ممکن چیزی بد باشد. این چیزا من تحلیل کردن نمیتونم. لیکن امریکانسو هم این چیزا از دست دادنی نیستن. چیز طالبان این چیزا گرفتنی هستند، چیز خطای که میشه فوکس کرده گرفتنی هستند. این چیزا من تحلیل کردن نمیتونم. لیکن سام گلامنش تو مغزی اساسی ریسورس اساسی دنیا در تاجیکستان است. اگر چخیل گم با زبانی دهقانی گم، با زبانی قشلاقی گم، چون من زبان قشلاق دارم کم کم میرفتم در کودکیم. زبان قشلاق هم میدونم. با زبان قشلاقی دهگی گم، یک دخترکی خوش راگی سوده، دوتا جوان مرد تلاش دارن که اینش میخواد که روزان کرده گرد، اینش میخواد با این خود جنگ دارن. هم دخترکی خوش راگ که همین تاجیکستان رای دخترکی خوش راگ خودش نجات داده نمیتواند. کدام مرد جور برایت، کدامش زن است، مجبور ایلاش ندارد. آخه میکره زنی هوایی میشد کلوچی. اینم خیلی خولاد. با نظر شما روی چاره چی است؟ روی چاره همین که مردم ما یک بار دیگر باید دکازات کنند که ما دیستریکت ما نبیره های کبیره چبیره های سلمان فارسیم. همین چیزا ما باید دکازات کنیم. چون محمد صلی الله علیه و سلم به کتف سلمان فارس زده گفته بود که انا همین ملت، انا همین قوم در کار باشد علم، ایمان، عدالت، حقیقت از سرایو رفته میبیارد در کار باشد. انا همین ملت بوده سلمان فارس در کتفش زده گفته بودم محمد صلی الله علیه و سلم. ما همین چیزا باید دکازات کنیم. لیکن از همین در همین راه اگر کشته شویم راست به اگزامن بهش میدرویم. یگون گرم اگزامن نیست. فرقش نیست تو نماز خوندی نخوندی، روزه داشتی نداشتی، فرق نیست. تو همین کار کردی. سلمان فارس کارش رو کردی. تو محمد صلی الله علیه و سلم پیغامش رو تو اجرا کردی. جانت رو دادی، پدرک کردی. خدا جان ما جانم گیر به عوض جنت بودی. همین کار کردی. تو پیروز میشی. من
هم چخیل پیروز میشه من نمیدونم چخیل میگم چخیل فهمونده نمیتونم در همش در فکرم هست همش در کلم جو هست زبانی رنگ شما زبان ندارم رنگ حسین اشورов رنگ محمد اقبال زبان ندارم که من شما فهموند از دل جگرم برآورده تونم من سخنهایی که در کلم در مغزم هست خداوند من عقل دادگی هست لیکن زبان دادگی نیست است که من توانم بفهمونده ما باید جان ما رو پدر کنیم پیش از تولد شدن ما خداوند ما وعده داده آمدیم که در روی حق جان ما میتیم بر عوضش جنت میتی بهشت میتی وعده داده بودیم تگاور کرده آمده بودیم ultimatum بسته آمده بودیم اینجا آمدیم این دنیا آمدیم برای سنجش آمدیم همه چیز از پامیت ما سپیڅانه از پامیت ما وجود کرده خداوند به این دنیا ما راهی کرد لیکن ما نمیتونیم این چیزا پامیت ما ضروری ما این چیزا همین کار ما کنیم ما باید هر یک ما جان ما رتیم اگر ما هر یک ما فکر ما هم یک جای کنیم جان ما پدر کنیم برای خداوند پروست تک برآمده نه تگی یگان ماشین یا تگی پویزد پارسکتو کشتن نه مردک بریم برآمده حق طلب کنیم اگر چورغاوک میمونیم نتوشت و امام علی را تمام دنیا را چورغاوک میمونیم چورغاوک در کار نه ما نمیخوام چورغاوک شوند یگان کس ما میخوام که همه سر تمام دنیا سربلند باشد ما میفهمونیم که ما فرزندای سلمان فارس ماییم این چیزا ما خیلی فهمون کاش که حسین اشور باز میدار اومد با شروعتر میفهمون گپای مرا کاش که میدار اومد اوزه و از من هم سخن دونتر سخن میتواند پیچونده گپ زننده میتواند گپ زده میتواند من در خوابم میبینم بسیار همه چیزا را که پدر که جون من داونو پدر کردگی من بود روی همین رو داد ببینید برادر یک چیز است نه اگر تگی پویزد پارتون کدام این چی فایده این ببینید برادر صدای ما را دارین دورم ساعت پویز خب اگر حاضر همینجا گپ سری قربان شدن باشه من شخصا آماده هستم که قربان بشم در همین مثلا برای آزاد شدن مردم من مجبور هستم که برای این سخن مثلا شرح دادن اما قصه تونس مثلا مختصرا قصه بکنم یک جوانی در تونس به نام بوعزیز جوانی یتیم که در پدر نداشتن و در خانه مادر مریض و 4 تا بگیم خواهر و دادر دیگر داشت اون جوان با عربه در داخل بازارها بازار هم منطقه‌ای که مثلا زندگی میکردن سبزوات میفروخت مثلا کبوتی یعنی پیاز سبزی و مثلا دیگر بادرینگ و پمیدار خیلی سبزوات خلاص میفروخت و پلیس همون بازار عربش از دستش میگیره یگانه جایی که مثلا او درآمد داشت یگانه منبع درآمد او را از دستش میگیرن و دیگر کودک بیچاره ناچار میمونه میره دعوا میکنه پیش پلیس خانه نمیتیانش بالاخره دادوای میکنه یک شپلاقش میزنه میره از زپرافکا بنزین میاره در سرش میریزه خچه در نزد بازار علو میزنه میگه از دست اینمی حکومت دیگر بیزار از جانم شیدم خودم میکشم خچه علو سر میتیه مردم تونس همه قیام میکنن میخیزن اول همو عدل سرنگون میکنن همو پلیس خانه را بعدا میرن رایون از رایون با پایتخت هر کسی را در راه میقپیدن پیش برو همراه ما رفتن بالاخره حکومت تونس بگیم که از بین بردن اما حکومت دیکتاتوری که عیناً مثل امام علی رحمه الله بود زین العابدین اینمی 100% امام علی رحمه الله بود تمام حکومت اولادی ساختگی بود تمام تجارت ها را میکشید میگرفت جور و ظلم و تجاوز بالای ملتش میکرد و حتی کار تا جای رسیدگی بود که نفری که رفت همونجا از یک تاکسیست سوال میکرد
درباره حکومت تاکسیست از ترس اما آینه های تاکسیش بالا میکرد، آینه های ماشینش و موسیقی را بلند میکرد که مبادای سخنی همی حرفای همی مثلا مسافرش و بیرون بره و گوش کسی برسه و برای اون مشکلات ایجاد بشه. شما ببینید که در همچنین یک دولتی که ظلم و تجاوز راهبریت دولت تا این حد رسیدگی است، بازم مردم با یک قربانی قطعی، با یک نفر که چه قربان کرد، همه خیستن با میدان، همه خیستن از بین بردن رژیم. و در تاجیکستان ما عین همین حالت ها شد. نفری بود که خچه آتش زد. او سال 2014 وقتی که ما در زیلا صحبت میکردیم، یک نفر واقعا خچه با آتش کشید در پیش در پیش مغازه سوم که هیچ ریاکسی از خلق نشید. ده ها بار بازارای همین مردم با آتش میکشه حکومت. در بین و یا برای بازار ساختن یک جنگ است در بین همین اولاد. یک تشک بازار نو میسازه، بازار کهنگی را آتش میکشه که همه با بازار نو بیان. 100% معلوم است، همه خوب میدونن که کی کار میکنه، ولی بازم مردم خاموش هستند. الکی قسمت ششمی برنامه غربت است. ما در این برنامه مردم دعوت میکنیم که بگذار سیاست یک کنار، تا حداقل بخیز از روسیه به تاجیکستان بره به تاجیکستان. در تاجیکستان خداوند تر رزق تمیت، در بطن مادرت بودی خداوند تر میداد رزق تر، ولی نمیتید. ما در اولین برنامه، در قسمت اول این برنامه غربت پوسکنده گفتیم، گفتی برادر حسین اشرف، بدون پرده گفتیم که عین حال حکومت تاجیکستان در یک حالت هست که این ما و شما همچون یک ملتی که ما بگیم که دعوا میکنیم که دولت داریم، وطن داریم، باید که اینمی شب و روز در کمک باشیم. همین شب و روز باید که ما روسیه را ترک بکنیم. با تاجیکستان برگشتن ما این کمک حکومت است. من این چیز آشکار گفتم. حتی بعضا برادرایی که مبارز هستند و من گفتن که تو از امام علی رحمانوف یک قهرمان ساختی، چون که تو گفتی که امام علی رحمانوف ناتوان است و این ظلم و تجاوزی که میشه هم از جانب روسیه است. اگر امام علی رحمانوف واریانت دیگه می داشت، مثلا احوال مردم بهتر میکرد. نه که گپ ایده نبود. منظور من ای است که این همین مهاجرای تاجیک در روسیه قرار دارند، عین حال یک ریچک در دست روسیه هستند. یعنی همین خیلی که در قواهای برق یک ریچک است که روبیلنیک میگن، وقتی که پایانش میکنی برق خاموش میشود. همون ریچک عین حال این مهاجرا شدگی هستند برای بر ضد حکومت تاجیکستان، دولت تاجیکستان در دست روسیه. ظلم میکنه، تجاوز میکنه، شورش میخزونه و حکومت تاجیکستان میترسونه. بالاخره حکومت تاجیکستان مجبور میشوه، امام علی رحمانوف مجبور میشوه که رنگ میلینکی خواه ببخشید میلینکی زایچیک دویده کرده بیاید، همچنین در نزد مولای خود، در نزد خواجه خود لبخند بزنه. اگر شما با او گفته های ما عمل میکردین و تاجیکستان سفر میکردین از اون زمانی که ما دعوا کردیم 1.5 ماه قبل،
همون زمان هم دیر شیدگی بود ولی کار با ایجا نمی اومد برسه که مردک خیزه بیاید، نمیدونم مردکش بگیم یا نامردکش بگیم، خیزه بیاید یعنی خیلی در آغوش پوتین لبخند بزنه. شما می رفتین در تاجیکستان هم یک نانی خشک می خویدین، صبر میکردین که فشار بالای حکومت تاجیکستان می اومد، خیلی نمی اومد لبخند بزنه. وقتی اومد این لبخند زد یا فهمیدن، احساس کردن که ما توانستیم کمر این دولت تاجیکستان رو بشکنیم و یگانه راه اینمی است، باید ادامه بدیم. بعدا ما و شما دیدیم که چی شد، چیکار کردن، بهبودی نشید، بدتر شد احوال مهاجرا و سنگین تر شد و بازم از این بدتر میشه. ما و شما دیدیم که دیگه در کره جنوبی را من خیلی یک عمل شد. بفرمایید. من درست همین چیزا گفتم هستم که دعوت کرده را که زبان ما پشم برآورد. من دورای ریزویی دا زیلو دا برآمده گپ میزدم، اون وقت با دیگر آواز گپ میزدم. من 4-5 کار آوازم رو دیگر کرده میتونم و من خیلی سند دارم دیگر رو که اینقدر دعوت میکنم بیفایده. مورا دعوت کردن بیفایده ملت توجیکا. ملت توجیکا ایکو رنگ گوسفند یک 10 مرده باید پیش کند بره. هم 10 مرده حضور رسوان که دفع کدستن مورا توجیکا را دفع کدستن مرا کو دفع نمیکنن. من در بینشونم، در بین شیروی ناری روس هم زندگی میکنم. صدوری کار میکنم در خانه یک دپوتات. مرا دفع نمیکنم. من قدشون بسیار مسئله میکنم. ما شما را دفع میکنم میرین توضیح میکنن میگن. من میگم خوبتر کنین، اما خوشروتر کنین که صبح دفع شما. من قریب 30 نفر زیاد شاگرد دارم، شاگردایی که تاکسی نه زبان روسی را میتونستن نه تاکسی ماشین رو نمیتونستن. تمام شاگرد تیار کردم. همشه روی خیلی پول کار کردن نکار یاد دادم یک 15 سال پیش. وقتی که مبارزه با دعوت میکنم دیگه زدگی میشه ما روزش 5000 10000 کار میکنم چی در کارای 300 همه دیوانه شدیم که ما همه روزها گفتم که تاکسی نباشم، توجیک تاکسی نباشد، توجیک شاورما فروش نباشد، توجیک یکم سوپر پوپر بیزنسمن نباشد در روسیه. دفعش کنید همشه یکلا انا اولی خوردستان مغز مورا تمامی چرا جزیر کردستان پیش رای همه را انمیو گرفتستان. سومو شروع کار میکنن، سومو روی میکنن 45% سوموش روز با کسی اویله میرد. اینو زدگی هن مبارزه را، چون هر روز سوم کار کردستان، هر روز کمش تو 10,000 سوم پول کار میکنن در یک روز. همه زمانشون در روزه. برای من گفتم که هم دپوتاتو گفتم که یگون توجیک تاکسی نباشد اون شو برا. توجیکستانی نه تاکسی باشد نه یگون خر بورن کار کند مایلی اوکراین رواد مایلی اوش شود اوش برای اوکراین یگلاو یا که خر بورن کار کند مایلی اوش شود. لیکن اگر که تاکسی و پاکسی خیلی سوم کار کند باشد کن نیستش کنید رو ندید کتون زبان روسی را نمیدونید می زفش کنید رموی توجیکستان رویش کنید دیگر که روح نیست، دیگر روحی دعوت کردن نیست. یگونه روحی دعوت کردن یعنی سور کردن نکورا مرا سور کنید. میگم نه چی بینید از تو ویدواریت میگن تیناش چوالک میگن قچون روسی گام میزنم پستن میخوام روسو ما خودم نپلوینا خیلی برای همین یگونه روح انمین است که هم مرا سور کرده بردن نکوره بناغزی نمیری ببدی میری. این کار روسیه نمیکنه کرده سکم کنه نه به همین شکل یا روبیلنیک است. روبیلنیک است هیچ وقت نمیخواد که روبیلنیک از دست بتیه. یعنی ریچگا هیچ وقت نمیخواد از دست بتیه. ریچگا از دست نمیگه. ریچگا از دست نمیگه اندو لیکن ریچگا ایواز کرده ممکن است که ریچگا کمتر تو ملت عذاب نکشه.
دختری بله 14 ساله منظور من این است که دختری 14 روسیه ساله ازدواج نشود از دست بله یک خروی پیر بله. منظور من البته این است گروه پیش که میمیرن کو امی روسیه کاملا تاجیک‌ها را از روسیه سر نمیکنه تا زمانی که از تاجیک‌ها احساسی خطر نکنه. یعنی چی؟ یعنی تاجیک‌ها همین مثلا 3 میلیون یا 4 میلیونی که در روسیه هستند، انم یا اگر 80% روسیه را ترک بکنن و برن در تاجیکستان، مردم تاجیکستان دعوا بکنه که روسیه را هم تاجیکستان را ترک بکنه. در او حالت وقتی که روسیه میبینه که مثلا هیچ امکانیت دیگر برای در تاجیکستان باقی ماندن نیست، بعدا تاجیکای باقی مانده را مثلا همش از روسیه سر میکنه. همون کاری که مثلا بالای مردم گرجستان کردگی بود روسیه. ما و شما یاد داریم که همچنین 12 ساعت وقت داده بود بشکرم 12 ساعت یا 24 ساعت وقت داده بود که ترک کردن رفتن. بله یعنی ببینین بالاخره به همین خلاصه اومد روسیه که گرجستان دیگه به دستش دوباره بر نمیگرده. گرجستان در حالتی که احساسی این چیزا کرد و مطمئن شد در احساسش که گرجستان از دستش رفت، بعداً گرفت باقی مونده مثلا مردم گرجستان از روسیه بیرون کرد. همچنین همچنین سال 2008 یا 2009 بود چی کاری در پشت پرده با اسلام کریموف نپخت از روسیه. و اسلام کریموف اگر در خاطر داشتگی باشین مردم ازبکستان 2 هفته وقت داد. گفت که 2 هفته وقت دارین همت ترک بکنین روسیه را بگردین به ازبکستان. در صورت نگشتنتون از شهروندی ازبکستان محروم میشین. همش دویدن رفتن. روسیه بیچاره موند. فهمید که این مهاجرای ازبکستان ریچک نیستن در دستی ما که مثلا ما ازبکستان التیمات مونم. ولی در تاجیکستان برعکس این چیز شده. وقتی که امو ریچک میکشه امام علی رحمانوف میدامه در حال در آغوشش لوچ میکنه میدروه. رنگ زیچید بس باشن. بله و ما هم از مردم تقاضا میکردیم و بازم تقاضا میکنیم که لوچ پوز نچیم نیکگده میگن مردم روس. بهترش که دیر کار انجام بشه از اونه که هیچ وقت دیر روید شیر روید. بله این همی حاضرم که باشه به خدا قسم به یکدیگر تو برسونین نوارا را، یکدیگر تو کاری بکنین که دل سرد بکنین از امی روسیه و بیرون بشن از روسیه مردم تاجیکستان. شما با این عملتون هم دولت نجات میتین هم خودتون نجات میتین. در غیر این صورت ما استقلالیت هایی که نداریم بازم از دست میتیم. ما بیچاره میشیم، ما غلامی هم میشیم. ما بدیم غلامی ها بازم قویتر، مستحکمتر و شدیدتر غلام میشیم. باید ما کاری بکنیم که از روسیه مردم تاجیک بیرون بشن. برین این مردک شما را خداوند در بطن مادرتون یک جایی هست که قدم زده نمیتونی. 9 ماه رزق داد، نکشتت، گرسنه نموندی در اونجا. در یک دنیایی که شد، در یک تاجیکستانی که شد نمیتید. در دنیا دولت‌های زیاد از سفر بکنی باید دولت‌های دیگر. اگر این قدر شما وطن بیزار هستین سفر بکنی باید دولت‌های دیگر برین. من مطمئن هستم که شما اگر از همین روسیه برین به مدغاسکر برین، در اونم مدغاسکر شما بهتر کار می‌کنید، زندگی میکنید. ولی کجا برسه به دولت‌های پیشرفته دنیا که امکانیت سفر کردن هست با اون دولت‌ها. بله همچه امکان هست، لیکن من
основной من همین چیزا طرفدار هستم که یگون جا مهاجرت نرویم، برعکس مهاجر قبول کنیم. همین چیز مقصد من همین است که ما مهاجرت نرویم، مهاجر قبول کنیم. بگذار مهاجرت میریم یگون کاری خیلی غلومیده نه، کاری خیلی حول روبی نه. خود میبینی یک زن دیدم، یک هفته پیش زن دیدم نبیره دارد در تاجیکستان، نبیره دارد دوشه، نبیرش سال دیگه به فکرم یا همین سال مکتب میرد دوشه، صنف یک میرد. اما زنک حول رفته گشته ساید هم رسیه. این شرمندگی فرزندش که غلومه، نبیرش تولد شدگه کلان شدگه، این کامپیر اولم رفته گشته ساید هم رسیه. این شرمندگی زیاد هیچ جا نیست است، از این زیاد شرمندگی نیست است. وقتی که من اگر یک 20 ساله 25 ساله یک زن باشد که خیلی گویم که خیلی زندگی کمتر مشکل شده است، آماده است بیچاره برای پول کردنش قطع شوهرش آماده است، تا فهمیدم ممکن او کمپیره که نبیره دارد، فرزند دارد، 5-6 فرزند دارد، در اینجا کار کرده شد. این واپسی مهاجرت فکر نکنه، نه مداگاسکر نه هندوستان نه امریکایی نه نمیدونم گرمانی، این خیلی چیز فکر نکنه. تاجیکستان روید یک 10 روز نان خواه خورن، 10 روز 11 روز نه 11 روز نیش کم بسیاره، 10 روز نان خواه خورن شندرک میمونه، همه 100% میشه. من افراد زیاد میشناسم که از همین روسیه تقریبا 10 سال زیاد میشه که دست کشیدن در تاجیکستان بهترین از زندگیشون، صاحب ماشین هم شدن. دادری من به خدا قسم، دادری من سال تولدش 1992 یگان بار روسیه رفتگی نیست. یک جوانی که خودش به تنهایی کار در تاجیکستان کار کردگی است، در همونجا صاحب یک ماشین هم شده است. او برای برنامه او را خام ندادستن برای برنامه های تو او را خام ندادستن. غم میتین، ولی من برای چی مثال آوردم؟ به خدا قسم به مهنت حلال خودش در تاجیکستان صاحب ماشین شده، در حالی که من مطمئن هستم که زیاده از 1 میلیون از همین مهاجرایی که روسیه میروند 10 سال و 20 سال در روسیه هستند توانی او را پیدا نکردن که ماشین بخرن. اکثریت مردم ما به همین هوس به روسیه میروند که میرم کار میکنم یا ماشین میخرم. به خدا قسم دادر ما در تاجیکستان با اون مهنت خودش گواهنامه رانندگی را مثلا امو مالیات چه پرداخت کرد، خواند گرفت، با مهنت خودش داخل شد، دیپلمی مثلا همو هنری را که داره گرفت، با مهنت خودش با پول خودش ماشین خرید. اکی مرم تقریبا 10 سال میشه که روسیه نمیره، از روسیه رفتن دست کشیده، بهترین زندگی داره، زندگیش بد نیست. اگر همه رواز همه بهترین میشه یا نه؟ اگر همه رواز تاجیکستان چرا نمیشه؟ همین دادر اکی من الحمدلله در تاجیکستان صاحب هنر شدن، هنر آموختن در تاجیکستان، سوارشکی کار میکنن. سوارشک تولد شدگی نبودن، پدری من سوارشک نبود که او را سوارشکی آموزه. در همون تاجیکستان همین کسب آموختن، در همون تاجیکستان 10 جا را آباد کردن. حتی بعضا وقت با اداره های دولتی را مثلا میروند، بعضا در دروازه و مثلا پنجره ها ساز میکنن. خدمتشون در وطن میرسه کو یک گوشه همون وطن آباد میکنن کو، حتی اگر او دروازه خونه یک نفر باشه همون در وطن است کو آباد میشه کو. یک کوچه در وقت میگذاری یک دروازه را مثلا میبینی، یک دروازه خوب خوشرو زیبا، همون آبادی وطن است کو. رفتم برای چی تازه امام علی رحمان که کنش درونده است که مهاجرا را بسیارتر قبول کنیم، تا همه جا را رسیده است. ای پوتین سرکار تو پرزیدنت بنگلادش هم یک لب رسیده است که مهاجر قبول کنیم. برای چی این کار امام علی رحمان ناتوان است. ما این چیزا باید اعتراف بکنیم. هر یک کدومون نداره برنامه.
با یک برنامه غلط سر قدرت اومدگی است، با یک برنامه غلط قدرت به دستش غصب کرده قپیدگی است و ناخوناش با یک برنامه غلط پیش می رود. تو امروز امام علی رحمانوف اگر واقعا یک نفری میشید که عقل و ادراک و فهمیش مسئولیت چمه داشت، تاجیکستان تا امروز یک دولت پیشرفته ترین میشید. آلمان یک سال پیش از تاجیکستان استقلالیت به دست آورده است. نفهمیدم. یک سال چی؟ آلمان یک سال پیش از تاجیکستان استقلالیت به دست آورده است. گدر فرگره میگوی. بله، گرمانیا. سال 1990 آلمان استقلالیت به دست آورده است. برلینسکی stene vayron kardan bütün Germanya yaptı şu. Gederti vergi yaptı şu. بله. Devoli çira vayron kardan Berlinski stene da ki bu dokuz. Da centri Berlin devoli balan bu. Un tarafı devol müstamlik taraftarı Amerika bu. Goyo ki da zeri dasti Amerika in tarafı zeri dasti SSR bu. بله. Ama içinde sol navar چی از دست داد چی وایرون کردن دیوار رو گرمانیا yakta شد فرگه کدی گدر yakta شد بله. فدراسیون کدی گدر yakta شد و استقلال شدن o شدن بعد از یک سال دیگه تاجیکستان استقلال شد. اون وقت قهار محکم بود پرزیدنت تاجیکستان. امام علی اون وقت حالا خوک پایده میگه خوکبان بود، نه فرمر بود، نه خوکبان بود، نه پشتی اجرده خرور میبرد اویسته اویسته خرباز بود کروچه فرمر بود. شما ببینید که حاضر مجمع محصولات داخلی آلمان 4.5 تریلیون است. درست است که اهالی آلمان زیاد است. درست است چیز ما 70 میلیون اگر خطا نکنم تقریبا 85 میلیون است. 85 میلیون اهالی دارد. بله. هر یک oblaستش 10 تا تاجیکستان رو میپاید. هر یک oblaستش هر یک نمشی. ببینید مجمع محصولات داخلی تاجیکستان تقریبا که 10.5 میلیارد است. 10.5 میلیارد کجا و 4.5 تریلیون کجا است؟ من در برنامه گذشته ساده تر کردم، من را گفتم بازم میگم. لیکن گرمانیا نه نفت دارد نه اوران دارد، لیکن عقل دارد. عقل دارد. برنامه درست. از همه بهترین چیز عقل. در آلمان یک آدم وقتی که مثلا از خارجه حتی میآید توانو بود هر کی دونو بود ایکو انامین گپا ایکو روزکی گفتگی لیکن اوها گرفتن شیر نارم گرفتن کورن توانو بود هر کی دونو بود این گپی روزکی است لیکن نمیسو کور فرمودن توجی یگون حتی یک حرفی هوای سخن رو یک حرف یک کلمه رو نه یک حرفش رو حتی استفاده کردن نتوانست. آلمان توانست. توانو بود هر کی دونو بود دیگه گپا اونو کردن. دونو که باشید توانایی نه اوراندوری نه نفدوری زاتو весь дню да пишет чендерик نماشی سرخم دست ببر. درست. ما در برنامه های گذشته مسئله ساختن تکنولوژی و مثلا تلفن و دیگر چیزا را شرح میدادیم و میگفتیم که ببینید که چقدر از عقل و دانش چقدر پیشروی های دولت ها مثلا بالا رفتگی است. تلفن اگر ماکسیموم حساب بکنیم همین محصولاتی که در همین تلفن صرف می شود ماکسیموم $200 است. حتی در این $200 معاشی هم کارگرایی که در همون مثلا شرکت کار میکنن هم داخل می شود، ولی با فروش وقتی گذاشته می شود $1,500. خب ساخته دستی بشر، نه نفت لازم است، نه مثلا اوران، نه طلا، ساخته دستی بشر است. میگیرم میسازه از عقل پیشروی است. ما دوخی را عطر شنل مثلا مثال آوردیم، یک 250 گرم
250 گرم عطر شانل برابر با 201 لیتر بنزین است قیمتش. ساخته دستی بشر. اگر ما فکر بکنیم که ما نفت نداریم از کجا پیشرفت بکنیم، فکری غلط است. و اون دولت هایی که نفت دارن، ببینین کدام هایش که بعد از اونی که تجارت نفت کردن دست به پیشروی و ترقیات کردن، اونو پیش رفتن. کدام هایش که مثلا از ترقیات دست کشیدن، فقط کفایه کردن به همون سودای همون نفت، اونا اولی هم در همون جای خود ایستادگی هستن و خراب هم شیدن بعضی هاش. درست است نفت باشه، خوب است، یک واسطه هست که مثلا میتونی که دیگر کارا رو انجام بدی، ولی اصلا عقل قیمت‌تر از همه چیز است. عقل. و ما آوردیم متاسفانه جاهای کلیدی را در نفرهای به عقل، به سواد، به دانش دادیم. حاضر باش که من یک نوار دیگر بگذارم. خوش. رمزانا مایلی torna گذاشتن دوست نوار. بله. از تاجیکستان دا کن نفت دورتر بستد از بریلیانت بارد کو سرانو ای کو بهبودی نمیکند. او برای خلق بهبودی نمیکند. او میخواهد که خلق در عذاب باشد که او در قدرت باشد. یگانه تکتیک او همین هست. من در کودکیم یک کینو را دیده بودم. یک نمایش یک زنکی بوی در انگلیا بود بچکرام. در انگلیا بود یا در فرانسه بود. در فرانسه در دستشون نیگرو کار میکرد. یا کودک میبینم کودکی گونگا در خوک چیزی نوشته ایستاده با این زنی بویده همین میزنه و زنه که تو کی نوشتن یاد داد تو اکجو نوشتن یاد گرفتی تمام نیگرو را جمع کرد همین که کالتا قوا کس قطیم اخرانی کش اوای زنده نومی کنو لویزیانا در یادم رسید لویزیانا نومی کنو همین قصدان که روچه خیش دواره اوای کودکی برای که ای کجا این نوشتن یاد گرفت کجا این سواد پیدا کرد همین قصدان او گونگا که خب بچه گونگای پروسه نوشتن یاد دادن شده پینونه با یکی چند روز میگذارن خونه هوای بوی زنی بویده مهمون میبرد یک دخترچه یک 7 ساله 8 سالشه تجاوز میکند هوای بود تجاوز میکند او برداشت نمیتوند میمورد او دخترچه 7 ساله میمورد 7 ساله بود یا 5 ساله بود نمیدونم میمورد با مرده او را هم در هم کاردون خونه میوان که در اونجا هم نگرچه را میوان نگرچه گونگا میوان این زنی بوی همه التماس میکند از تو نوشته میتونی میدونم تو نومی آقای نوشت تو چرا دیدی کی این کارو کرد همه التماس میکند او گونگا دام کاغذ را میخواد مینویسد نومی همین تجاوز کرده که آدم نامش اخیر مینویسد بعد از همون همین زنی بوی که زیدی همین باسواد شدن مردم بود باسواد شدن نگرو خودش لیش درس دادن سر کرد نگرو با که یادگیرن باسواد شدن همین که ریولوسیون را سر کرد این معنی بسیار کلان دارد بیسواد داری امام علی رحمه میخواد که همه بیسواد باشد یک روز نه روز بیسواد کردن ملت سری خودش هم میخورد مردم بیسواد عزت تروریست میشه همون چیز هم شید که بیسوادی همون مردم امروز درد سر امام علی رحمه نوشیده است. البته همون کینوی لویزیانا را بینید نام کینو لویزیانا ایرا بین سال 82 ای 83 صدای من آورا دارن؟ نه صداش نیست اینه که جنبیده است که لرزه نشون داده است اینه که صداش نیست متاسفانه من نمیدونم بچی سبب امروز لرزه است لیکن چیز نیست این که وزیری چیه یا نامش چی بود این وزیر معارف تاجیکستان وزیر معارف تاجیکستان نوردین سعید امیرا در یوتیوب بزنین برای که اثبات سیورنی کره یوژنی کره گفته بود هوای نه وای معاونی وزیر تندرستی بود
Северной Корее, Южной Корее fark карден, это он havai гуфти, ама havai да монанд айч када. نه وزیر معارف تاجیکستان بود نوردین سعید و ببینید که واقعا یک بیسواد در یک جایی که ببینید معارف و اونم وزیر معارف یکی از باسوادترین و چالاکترین نفرهای جمهوری باید انتخاب بشه. او مینیموم دکتر نаук باید باشد. مینیموم. کاندیدات نه، دکتر. کاندیدات کودک ای کاندیدات. اینمی بیچاره را آوردن. دکتر نаук. درست. اینم بیچاره را آوردن در همینجا وزیرش موندن. این خودش ولی صحبت کردن نمیتونه. ولی کجا برسه ولی کجا برسه به نقشه کشی و ساختن مثلا دانشگاه ها و نقشه های تعلیماتی، نقشه های علمی که مثلا یک وزیر وقتی که مسئولیت مثلا به دوش میگیره باید که قبل از او این نقشه ها را داشته باشه. مثلا من از خودم برای شما یک کمی چی میکنم معلومات میتونم. من وقتی که یک مسئولیت به دوش گرفتم، من یک مسئولیت کوچکی را در همین راه مبارزه به دوش دارم. قبل از آنی که من این مسئولیت به دوش بگیرم، من یک نقشه کشیدم و بعدا دعوا کردم که برای من همین مسئولیت بتین، من با همین نقشه قطعی این مسئولیت پیش میبرم. و 2 سال است که من مسئول همین کار هستم. خب این بیچاره وزیر معارف تاجیکستان، اگر من در جای این نفر میشیدم، اگر هیچ معلوماتی نمی داشتم در این مسئله، در مسئله معارف هیچ معلوماتی نمی داشتم، نمی دونستم که مثلا چی طور باید که ما همین مسئولیت ما انجام بدم. هیچ نقشه‌ای نمی داشتم. اگر برای ساختن مثلا پلتفرم‌های علمی، هیچ نقشه‌ای برای ساختن یک فضای علمی برای تاجیکستان اگر من نمی داشتم، من اتکاز میکردم، من رد میکردم این پیشنهاد حکومت. البته که این چیز پیشنهاد چیزی نیست بالای این نفر، بلکه این نفر همین مسئولیت پول دادگی خریدگی است. شما ببینید حکومت مثل یک دکان نیست که از حکومت شما پول کار بکنید، ولی متاسفانه در تاجیکستان حکومت مثل یک دکان شدگی است. نفرا خیشی توار امامالی یا نه؟ من نمیدونم، شاید یگون دختری رحمان فقط یگون شو خو کردگی باشه. این چیز بین او و خودشون میدونن کارشون، در چیزا لزیب نمیکنه. فقط من همین چیزا میگم که این نفر من 100% برای شما کفالت میتونم که این نفر پول دادگی این وظیفه را خریدگی بود. میدونین به چی مقصد؟ اصلا وظیفه یک چیزی هست که مردم باید از او بگریزن. اگر وظیفه واقعی باشه، مردمی که توانی او وظیفه را پیش بردن ندارن باید بگریزن، باید بگن که واقعا من توانی همین کار را پیش بردن ندارم. وقتی که وظیفه برای تو مثل یک دکان است، یک دکانی که مثلا میره تو محصولات میفروشی در اون دکان، برای تو پول میاره اون دکان هم خلاص. وقتی که وظیفه برای تو یک واسطه درآمد باشه، در اون صورت نفرهای بیسواد پیدا میشه که هیچ سواد و معلوماتی از اون وظیفه ندارن، از اون مسئولیت ندارن، ولی پول میتین، امکانیت برای او فراهم شده است، نه پول میتین او وظیفه را میخرن، اون مسئولیت را میخرن تا اینکه پول بیشتری به دست بیارن. یک مهاجر پول میتیه بلد میگیره میره و روسیه، در روسیه کار میکنه، برای اون که پول بیشتر کار بکنه بیا یک اوپل بخره. عین همین این نفر پولش بیشتر است، اینترسش دیگر خیلی است،
مثل یک مهاجر تاجیک نیست. چیکار میکنه؟ پول میاره میتیه در نفرهای لازمی و میخره این وظیفه را، هیچ تصورات از این وظیفه نداره. بعدا میبینیم ما و شما که معلم ها یا اینکه معلمه ها فرزندای ما و شما را میگن که 10 سامان برای فلانی بیار، 10 سامان برای فلانی کار. فرزندای ما میکشن از جیبهای ما و شما پول میبرن در دست معلم معلمه ها میتین، اونها حق خچونه میگیرن، فایز خچونه میگیرن، میارن بالاخره همه پول جمع میشه از تمامی جمهوری میاد در دست این آقای وزیر معارف، آقایی که سوادش بی‌نظیر است. در برابر ای خودی همو البرت اینشتین لال ماندگی است در برابر سوادی. در برابر سوادی ای ایلان ماسک لال ماندگی. البرت اینشتین که یادرنی بمب اختراع کرده. بله، این مرد که با سواد پول مردم جمع میکنه در جیبش میزنه و میبره یک قسم همون سری ماه در دستی با امام علی رحمان حکمتیه، میگه که همه کارا به اصطلاح آلمانی گوت رفته است. خب مقصدش پول کارکنی کروچی و بله، زدگی تمامی وزارت کمیته و مثلا اداره های دولتی تاجیکستان یگانه مقصد نه پول کار کردنه. هر نفری که میره شامل میشه به خدا قسم شروع کرده از یک گایشنیک تا وزیر و حتی خودی رحمانوف یگانه سببی که او این قسال این خیلی بناخوناش قپیدگی ایستادگی است وظیفه را همین است که از این وظیفهش پول کار میکنه. همین چرخی بگیم عربش به همین وظیفه میچرخه، زندگیش پیش میروه و الا یا هیچ تصورات از این وظیفه ندارن. خودی رحمانوف هم مثلا اگر من راهبر باشم در تاجیکستان من چیکار میکنم؟ اگر من در تاجیکستان پرزیدنت میشیدم، من اولین درجه یکی از باسوادترین چالاکترین، سواد کفایه نیست، یک نفری هست که اینم خیلی دیگر از دست کتابخوانی چشماش خراب شدگی است، دیگر به عینک کتاب خوانده نمیتونه، ولی او فقط کارش هم کتابخوانیه. از اون نفر نمیشه یک وزیر بگیری، از اون نفر نمیشه یک نفری بگیری که اون نفر کار بکنه. یک چیزا میگن که عالمی به عمل به مانند زنبوری به عسل است. برای اون که تو وزیر باشی تو باید هم زنبور باشی هم عسل بکی، یعنی تو هم باید عالم باشی هم عمل بکنی بالای علمت، بعدن تو حق وزیر شدن داری. همچنین یک نفری که هم علم داره و هم عمل میاری در عنوان وزارت میمونیش، وزیر معارفش میکنی. اگر من رئیس جمهور باشم در تاجیکستان، همچنین نفر میارم وزیر میمونم و از او هر هفته من از او طلب میکنم که وضعیتی سوادناکی مردم تا کجا رسونده است، چی نقشه ها داره و کدام نقشش تا کجا رسید، من از او طلب میکنم حاصل شه برای ما نشان بده چی شید. و اون نفر میسازه مردم یک مردمی بسواد، یک مردمی که مثل خودش هم علم دارن هم عمل. و یک نفری که مثلا از زیر دستی او یک اختراعکار میشوه، فرض کردیم ایلان ماسک یکی از اولین تاجرایی که تجارت او تجارت علمی است، امروز تمام دنیا را قائل کردگی است اون نفر. ببینید که یک نفر عادی هیچ ربطی به دولت نداشت و این نفر اولین بار یک بازی میسازه در کامپیوتر و بازیش $500 میفروشه. بعدم ایبای گفتنی یک سایتی هست که در اونجا خرید و فروش میشه، مثل که امروز در تاجیکستان سامانتجه است.
یا در روسیه اویتا است. خلاصه ایبای این نفر میسازه، در ایبای آزاد میمونه، تجارت خرید و فروش آزاد میمونه در ایبای. هزارها نفر، میلیون ها نفر در او میپیوندند. میلیون ها دلار سودا میشه روز شب. یک نفر میخره، یک نفر میفروشه. بعدم چیکار میکنه ایلون ماسک؟ با یک کلیک، مثل که ما کلیک میکنیم نواری ما ادامه میاد، یک کلیک میکنه سایت بسته میشه. به همه اعضاهای او سایت، به همه او کسایی که در او سایت مثلا آبونه شدگی هستند، یک نامه روان میکنه. اگر میخواهی که از این به بعد در این پرتل ما تجارت بکنی، برای من از هر یک چیزی که تو سودا میکنی یک چند اندک یک پرسنت برای من میدی. در یک روز همین نفر ایلون ماسک میلیونر میشه. در یک روز تنها از همین ایبای میلیونر میشه. در شاتش میلیون ها دلار میریزه. اون نفرایی که مثلا یک سال 2 سال در اوج تجارت دارن، تجارتاشو در او سایت به میلیون خستگی است، او برای $10 دادن ضرر نمیبینه. در حالتی که اکانت او دلید میشه، دیگه هیچ سودا کردن نمیتونه. هر روزش برای او هزارها دلار ضرر است. نفر آماده است که مبلغ پرداخت بکنه. به همین شکل ایلون ماسک میشه میلیونر. و همین ایلون ماسک امروز دنیا با او کفایه نمیکنه، با کیهان پرواز میکنه و دعوا میکنه که من در مرز یک زمین جدید میکشم که مردم در اونجا زندگی کرده بتونن. و ابیکت های او در مرز میرن، مثلا در مریخ به زبان تاجیکی بگیم توقف میکنن و عین حال کاری دارن. و اینترنتی بهترین دنیا عین حال مال همون نفر است. ماهواره های میسازه، میلیون ها ماهواره ها میسازه، در آسمان سر میتیه. امروز تقریبا که دنیا در دست اون نفر است. یک نفری که نه پدرش در سیاست بود، در یگون شاخه دولتی بود، نه مادرش، نه یگون بابا و اجدادش. یک نفر عادی. باید اینمی نفر، اینمی وزیری که شما میبینین، همین خیلی یک عالمی با عمل باشه که از زیر دستی او هزارها ایلون ماسک بگروید. ما ملت بسواد نیستیم، ما ملت بکلا نیستیم. ما ملتی هستیم که اولین بار خریطه دنیا را فرزند ملت ما از خونش نابرآمده بدون یگان نقصان کشیدگی است. بعضی ها حالی فکر میکنن، میگن که خیلی شاید معجزه بود. نه، معجزه برای پیامبران میشه. علم است. و اگر چنده که امروز هم دنیای چیزا مثلا گپ نمیزنه، من فرزند این ملت برای شما میگم که چگونه اون نفر خریطه دنیا را از خونش نابرآمده، سفر نکرده، خریطه دنیا را کشید. و اینم یک چیز علمی است. برای همین یک ستوره یک 10 سال پیش بود بفکرم، یک ستوره نو پیدا کردن که در کسموس، نامش تاجیکستان موندن. برای سهم تاجیکو، سهمی که در دوام 1000 سال، 1000 و چند صد سال سهم تاجیکو از همین بیرونی و عمر خیام همون وقتا سرش کرده با کسموس اشغال مشغول بودن که تاجیکو. برای خاطر هوایا نام هوای ستوره را تاجیکستان موندن. در همه اخبارهای تمام دنیا گفتن این گپا. نام ستوره международной конвенция تاجیکستان موند نامشه. بله. سهم ما گذشته شد. لیکن حاضر هم 30 سال اخیر یگان خیلی سهم نیست. فقط همه خورم مرد، خوردن عبید میکنی اوشن فکر کن، اوشن میکنی رفتار که فکر کن. همه خیلی زندگی حیوانی. با خدا قسم سخت نرستونه مردمی از تاجیکستان.
همین زندگی که عین حال اکثریت مردم تاجیکستان داره زندگی حیوانه. حیوان فقط در فکر خوردن و خواب میخورد، رفتن. چریده میگرد چر بخور، علف تمام شد میگه خدا که با باران بارد علف سبزه با علف خورده گردی و فربه که شده با کشته میخورن تو را میگه. انسان باید فرق کننده باشه. انسان نباید که تنها در فکر یعنی پیدا کردن یعنی آزقواری باشه. انسان باید که سهمگذار در دنیا باشه، باید نام او جاویدانه باشه. یک همین شما با همین شب و روز فکر میکنین که باید یک کاری بکنین که نام شما جاویدانه باشه. باید یک کاری بکنین که نسل آینده در حق شما یک دعای خیر بکنه. به نظر من یک نفری که هیچ وقت سرش از کار مثلا بیرون نمیکنه، فقط نمی کارش در دستش یک نمیدونم ببخشین مستیروک کت 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 یک کیرپیچ میزنه اونم را کلاتکه میکنه میره. یک نفری که فقط کارش همین است، هیچ اهمیتی به دیگر چیز نداره، حتی به سیاست هست، حتی به وضع سیاسی وطن خودش اهمیت نداره، اون نفر از حیوان هیچ فرقیتی نداره. بگذار این گپ به شما و همون خیلی نفرها سختم برسه. من دلیش نسخ رسید من قبول دارم این گپا. من خودم صدا نکنم، یک هر سرم سگ محکم میکنیم، شب که شد سگ سر میتیم، مرغا رو سر میتیم میگردم بیان خواه اویلیکم کلون احساس های مایلی من زدگی مای اویلیکا برای چی من برای اویلیکی خونه ورست کار کردم میگردم اویلیک میگیرم. من برای شما توجیکستان حداقل در برنامه‌های سیاسی اشتراک دارین، نظر خودتون میگین و تا جای میدون کوشش کردم میکنین. خوش که من زبان میداشتم، رنگی حسین اشور زبان میداشتم، شب و روز میلردم گپ میزدم، شب و روز رنگی محمد اقبال زبان میداشتم. من زبان ندارم، من عقل دارم لیکن زبان ندارم، کمتر پسیکیچکی خاراکترم دارم، دیوانه میشم بعضی وقت میبینم که همه بیعقله، دیوانه میشم که بیعقله هم با عقل شوند، سرم وایران میشه یک وقت، لیکن زبان نمیدونم چه همونو این چیزا باز حسین اشور و دامجه باشد گوید یک بار داره هم گپای مرا کو تو که فهمونه او پروفسیونال ایو گپ زدن ده. ببینید برادر، اگر باشد ما در روی حداقل نفرها اگر برنامه‌های مخالفین گوش بکنن، تماشا بکنن و عمل بکنن، کوچکترین عمل این همی چیز است که ما از مردم طلب میکنیم که شما روسیه را ترک بکنید. اگر عمل بکنن هم یا به همین حرف ها، هم جان خود در امن میمونن و هم از یک حالت خطرناک آینده وطن و ملت نجات میتونن. تا کی شما نمیخواید باید غلام همین روس‌ها باشین؟ این نفری که امروز تو برای یک کوادرات شکتوری خانه میخائیل یا که اندری پروای وطن نداری، بدون که فرزندی تو بدتر از تو میشه و احوالش، بدون که خداوند برای شما در قرآن یک آیت گذاشتگی است. خداوند جل جلاله در قرآن در سوره توبه آیت 24 چی میفرماید؟ استعیذ بالله قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم با امتانت، اگر پدران آنها و یا فرزندان آنها یا برادران آنها یا خویشاوندان آنها یا پول و مالهایی که به زحمت یا به راحت به دست میارن یا تجارتی که از کسادت او میترسند، یعنی از دست دادنش میترسند، یا اونو شکتور خانه میخائیل که طرف فریبت کرده است، امروز کوادراتش بسیارتره، من میزنم اینه قپول میگیرم، آماده نیستی که مثلا وقتت در
بهبودی وطن صرف بکنی، یا میگه تجارتی که از کسادتش میترسند، یا خانه هایی که به او علاقمند هستند. یک نفر قصر میسازه، یک کتیج میسازه، بسیار خیالش راحت است و نمیخواه که اون چیزی بشه که کتیج او خراب بشه. یا خانه هایی که به اونها علاقه داریم. در نظر شما از خدا و از پیغمبر خدا و از جهاد کردن، مبارزه بردن در راه خدا محبوب تر باشند، فتربصوا حتی یأتی الله بامره، در انتظار باشین که عذاب خداوند بالای شما میآید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و الله هدایت نمیکنه قومی را که نافرمانی خدا را به جا میارن. ببینید امروز این قدر جبر و ظلمی که روسیه بالای شما میکنه از روی چی است؟ این قدر جبر و ظلمی که امام علی رحمانوف بالای شما میکند از روی چی است؟ شما چی چیز زسلوژیت کردین گفتی همون روزها که بالای شما این کار رو انجام میدین؟ چی گناه کردین؟ گناه شما اینمی است که شما از جمع شیدین که در این همی آیت داخل شیدین. گناه شما همی است که یک تد بهانه پدرت میکنی، میگوی که پدری ما در تاجیکستان است و را میبرن زندانش میکنن. یک تد بهانه فرزندت میکنی، زن و فرزندی ما در تاجیکستان احوالی باید چی میشه؟ من اگر از روسیه به تاجیکستان بر بگردم بیش نمیمونم. یک تد بهانه پولت میکنی، ولی من پول من نگرفتم ای میخائیل، من 1000 کوادرات شکتور زدگی هستم، پول من نگرفتم، ایستاده ایم اونجا. یک تد بهانه وظیفت میکنی، من این وظیفه گایشنیکی را پول دادم خریدم، اگر زیدی امام علی رحمانوف گپ بزنم، در بر خلق باشم، طرفداری از خلق بکنم، وظیفه من میگیرن. یک تد بهانه خونت میکنی، میگوی که من خونم نه یک خونه هک ساختم، صاحب خونه شدم، با همه دست نتم. شما از جمع او قوم میشیدین که همین چیزهاتونه، همین کسها را، پدر مادر، خانه و در، زن و فرزند، پول و مال، این چیزهاتونه زیادتر از خدا و از پیغمبر خدا و ایستادگری کردن در راه خدا زیادتر دوست داشتگی هستین. خداوند شما را مورد عذاب خود قرار دادگی است. من خواهش میکنم از کسایی که توان این کار دارن، همین جایی را که من همین آیت خونده استم و به شما نقل دارم، قیچی بکنید، در همه جا نشر بکنید. والله قسم این همین چیزا سبب است که شما خار شدین، شما مورد عذاب خدا قرار گرفتین. شما ببینید این قدر سیلخیزی هایی که در تاجیکستان، آفت های طبیعی که در تاجیکستان میشه، شما را خداوند به دست امام علی رحمانوف عذاب کرد، شما نفهمیدین. شما را خداوند به دست روسیه عذاب کرد، نفهمیدین. و امروز ببینید که قدر سیلخیزی های پی در پی می شود، خانه های شما را میرو میبرد. برای شما نشانه هستن این چیزا، این مردم سرسخت، این چیزا برای شما نشانه هستن که خداوند شما را نشان میده که شما مورد عذاب من قرار گرفتگی هستید. به خاطر نافرمانیتون خداوند شما را امر میکنه که شما از دین خود دفاع بکنین. شما را امر میکنه خداوند که از حقوق مظلوم ها دفاع بکنین. فرقی نمیکنه که اون مظلوم مسلمان است یا غیر مسلمان. در زیر ظلم قرار داره، تو مسئول هستی که او را از اون ظلم نجات بدی. وقتی که تو بهانه پول میکنی، بهانه خونه و درت میکنی، بهانه زن و فرزندت میکنی، بهانه پدر و مادرت میکنی، خیش تبارت میکنی، انا همین خیلی عذابت سزاوار هستی. خداوند تر زدگی است. بعد میبینی که در گریز و گریز است بیچاره، نمیدونه کجا برود، در چه بکی بوده. برادر علی مرحمت. علی صدای شما نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوبه برادر؟
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله برادر، احوال شما؟ الحمدلله خوبه ما. بفرمایید برادر. ما هم نو درآمدم برادر جانم، دیدم برنامه رو درآمدم، راست گپ نخواندم. هم موضوع است، یگان موضوع است. چی است برادر؟ همین نامی همین برنامه خودش الکی اشاره به موضوع برنامه است. ما در عموم هر هفته بالای مشکلی های مردم غریب مهاجر صحبت میکنیم. غربت جمع غریبی ها. غریبی مثلا میشه که با سبب بپولی یک نفر غریبی رو به غریبی میاره، پول نداره، شرایط نداره. یک نفر به سبب سیاسی مثلا رو به غریبی میاره و هر غریبی هایی که هست همه همه جمعشون غربت میشه. یعنی غریبی ها. بله. و ما در این برنامه بالای مشکلات های مردم غریب صحبت میکنیم. مردم غریب تاجیکستان البته. بله. و در اول برنامه ما ذکر کردیم که سفری که امام علی رحمه به روسیه داشت هیچ نتیجه نبخشید، غیر از اونه که همون ظلم و تجاوز روس‌ها بالای تاجیک‌ها بود دو چند چی. عادتاً وقتی که یک رئیس جمهور یک کشور برای مثلا بستن شرطنامه ها با یک دولت دیگر سفر میکنه، باید که وضعی همو حالت دیگرگون بشه، خوبتر بشه، بهتر بشه. ولی ما و شما اگر نظر به روزها یا اینکه سالهای گذشته ما بکنیم، ما شاهد آن میشیم که بارها امام علی رحمه الله می اومد و به جای آن که خوبتر بشه وضعیت مهاجرا بلکه بدتر میشید و این دفعه هم همچنین است. شما این حال در کجا قرار دارین؟ در روسیه هستین یا اینکه در برادر ابوذر ما در روسیه هستم. اگر امکانیت تون میشید از احوال امروزه مهاجرای روسیه قصه میکردین که در چه فضا قرار دارین شما؟ ما در روسیه قرار دارم، انا سانت پتربورگ ده. انا وضعیت دمو چخل بگم برای من 10 سال میشه در روسیه هم برادر. در همین 10 سال همین اخیر وقتا هم بعد جنگ اوکراین، همین اخیران جنگی که از جنگ دارن، بعد همین جنگ وضعیت بسیار بدتر شده. حالت روسیه خودش تنگ شده. اینا که بگیم که شکستم خوردن ای دستی اونها، ای دستی برادراشون. انا دیگه جایهای کاریشون هم برای مردم خچان نتونستن تشکیل کرده. بعد مردم خچان اینا هم خیلی یک محلگروان کو. بله. بعد اینا هم که زورشون در حکومت خچان نمیرسه، بعد همین مردم بی‌صاحب، مردم تاجیکستان، بله، غیر الله یگم کس نداره. این مردم اگر کدام چیزی با گفتنی باشه بگه، نکی ما هم نمی خدم ده هم خلاصه بروردگیم که این مردم غیر الله یگم کس نداره. نمی شما هم برادر شاید الله هم با این مردم نباشه. به همون مردم نیست. همین چیز فکر نمیکنید. مردم فقط در فکر مثال شکمش باشه و در فکر همو خچه بکشه. اما پروردگار با او مردمی هست که مثال در فکر آزادی، در فکر مثال با همو چخل بگم، با همو با عزت زندگی کردن، پروردگار با او شخصیت ها هست. درست. یکی همو شخصیت ها الحمدلله ما خودم هستم. ما به طرف هم نیستم، به شرف هم نیستم. چون تمام کرده استم ای دست مامانگی را میکنم. با دعام، با عملم، مثال مالی هم. مثال یکم گمراهی که در پیشم زد کم کم نصیحت میکنم. مثال تیز ده نمیگم که ایش ای خیلی و ایش او خیلی و میگم که وضعیت ای خیلی نیست و نه ای خیلی میفهمونم. الحمدلله مثال به طرف نیستیم. گفتستم که پروردگار همو
90% мардуми мо бо 90% мардуми мо нест. ай пешинаму фисқ фасодшон, ай пешинам шикам гаштаншон бовар кунем дар наздикои худам даже ман мебинам ҳамин ҳолатҳоро ки барои шикамшон то куштана тайёранд якдигарша. афсӯс. то куштана тайёранд барои шикамшон. ин на танҳо фақат наздикои ман, тамоми Тоҷикистон ҳаминҷа фаҳмида мешавад ки тамоми Тоҷикистон ҳамихелай. дар ҳамин Русия ҳам мебиёянд, хеле мекунанд ҳамин корҳоро. Якдигарро мезананд, якдигарро корчазанӣ мекунанд, барои ҷо якдигарро паставид мекунанд. Парвардигор ба ҳамихели инсонҳо ҳаст? Нест. агар Аллоҳ ки ба ин хели инсонҳо боша, ин инсонҳо ба ин ҳолат гирифтор намешанд. барои шикамшон гуфтисам ки дар тамоми чи тайёранд. на нангай, на номусай дай. охи намехоҳам ман миллат ма таҳқир кунам, неки рафтор ҳамихелай мутаассифона. мо бубин бародар, як чиза масалан як қишр мардума сиёсатмадор меган, як қишр мардума мубориз меган. мо сиёсатмадор нестем, мо мубориз ҳастем. сиёсатмадор ки аст? сиёсатмадор ҳамун касе аст ки любой вақт омода аст ки аз динаш, аз қавме ки дар зери дасти ӯ ҳастанд ва аз халқаш адказ бикунад. барои интереси сиёсиш як сиёсатмадор любой вақт омода аст ки адказ бикунад. вале як мубориз касе аст ки имон дорад, инсоф дорад, адл дорад, номус дорад, ғайрат дорад. нафари мубориз хеле талх мегада руд. барои ӯ ҳеҷ интереси сиёсие вуҷуд надорад. нафари мубориз мисли як оина аст. агар ту мехоҳӣ ки худта хушрӯ бикунӣ дар назди оина, ба нафари мубориз нигоҳ бикун. агар мехоҳӣ ки ту айбҳои худта бибинӣ, ба нафари мубориз нигоҳ бикун. нафари мубориз тра чӣ мегӯяд? ва нафари мубориз омода аст ки ҷони худша бития, тамоми ҳастии худша бития, аммо аз халқаш, аз зердастош, аз миллаташ, аз динаш, аз мазҳабаш, аз имонаш даст намекашад ҳеҷ вақт. мо нафаройро дидем дар майдони сиёсат ки ман маҷбур ҳастам ки мутаассифона гапа бугум дар инҷа. охирон суҳбате ки ман ҳамроҳи роҳбари ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 бародар Суҳроб Зафар доштем. як рӯз қабл аз нопадид шидани он нафар ман гуфтам ки бародар Суҳроб, ба худо қасам ман ҳамроҳам шоҳид дорам, дар барм дар мошин ҳамроҳам шидагӣ буд. мо як ҷо сафар доштем. гуфтам бародар Суҳроб, вазъият хеле бад аст. худат медонӣ чиза. бародар Насимҷон Шарипова бардоштагӣ ҳастанд. 100% и нобуд шидани бародар Насимҷон сабабаш ҳамин аст ки мехоҳанд тра нобуд бисозанд, мехоҳанд тра ба даст биёранд. ва шояд ӯро барои ту айни ҳол азобу шиканҷа доранд ки ҷои тра буда, ту дар куҷо ҳастӣ. биё ман маҷбур ҳастам ки имрӯз ин чиза ошкортар бугум. ҷои гап омад. ман гуфтам ки як каме ман ба ту монандӣ дорам. биё ман пеши ту миём ва ҳамроҳ як маслиҳате мекунем ки ту масалан аз Туркия берун бишавӣ. вақте ки ту аз Туркия берун шидӣ, шояд ки азобам болои бародар Насим камтар бишавад ва дар куҷо будани ӯ ошкор бишавад ва ҷони худат дар амн. ба худо қасам бародар Суҳроб тарафи ман гуфт ки бародар Абузар, ман то Насима наёбам, ман айҷа берун намешавам.
هرچند که من کوشش کردم بعد از اونم قبل از ایران ما تقریبا از 1 ساعت زیادتر صحبت داشتیم و فقط کوشش من همین بود که ما را قائل بسازم. امکانیتی داشتم که همون روز من سفر میکردم به ترکیه و آماده بدم. عین حال نفری که شاهدی من است، الله شاهد اولا درجه، دوم نفری که شاهد است در پشت این اکران قرار دارد. من گفتم که آماده هستم که همه این مصرف ها را به دوش بگیرم، ولی 3 بار امیگه تکرار به تکرار گفت که من تا نسیم پیدا نکنم از اینجا بیرون نمیشم. اون نفر مبارز بود و شما مردم عزیز تاجیکستان گروه 24 به دیگر حزب حرکت های تاجیکستان آمیخته نکنید. گروه 24 گروهی اگر چنده که گروه سیاسی است، گروه مبارزه است. شما در گروه 24 تنها مبارزه را میبینید. برای چی بعضی ها سوال میکنن برای چی تا امروز یک نفر روشنفکر در بر شما نیست؟ روشنفکرایی که شما در نظر دارین و سیاستمدار هستند و برای هدف سیاسی، برای بلاهای سیاسی خود آماده نیستند که در بین مبارزه باشند، چون که مبارز برای هدف ایمانیش از لوبای هدف سیاسی، از پول، مال، موقع، از همه چیز میگذره. مبارز یک نفری به ایمان، یک نفری به ایمان مبارز نیست. و سیاستمدار، من برای شما اینجا بگم، بگذار و سیاستمدارا سخت برسه. سیاستمدار یک نفری به ایمان میگن، یک نفری را میگن که مثل یک قنچق است برای هدف سیاسیش. من خواهش میکنم بکشین. سیاستمدار یک قنچق است برای هدف سیاسیش از بحر اعضاهای خودش میگذره که درچون میکنه میگریزه میره پیش از همه. فهمیدین؟ خب سیاستمدار یک نفری به ایمان است و اون نفری به ایمان وقتی که موقعش به تنگ اومد شما میبینینش که چیکار میکنه. وقتی که موقعش به تنگ اومد اون ناموس نداره. این می است. این میره میگن سیاستمدار. این می نفر در میدان سیاست وقتی که میبرویه نگاه کنه که چیکار میکنه در میدان سیاست. این نفر وقتی میبرویه حاضر بستین ما برای شما یه چیزا خوبتر شرح بدم. خوب گوش کنید. پایمال کنی احساس دینی مردم. کی پایمال کننده احساس دینی مردم است؟ همین خودش. نه که میگه که در جایی که باید بلی سیاسی بگیره چی میگه؟ زید عملهای خودش گپ میزنه. تو همه چیزا نمیدونی خودت که در همه خیلی حالتهای حساس همه کارا رو خودت انجام میدی در تاجیکستان. اون نوار دیگر پیشتر موندم رومال از سر زنو کشیده و گرفته ایسان.
باوری گردیده باعث اختلاف و نزاع بین تمدن‌ها. اکازی چه دونسته اینه چیزورا ولی انجام شو میتیه برای بلی سیاسی گرفتن در تاجیکستان خودش پایمال میکنه حقوق دینی مردم مقدساتی مردم و در اینجا برای بلی سیاسی نیخیل گپو میزنه این مردم تحقیق مقدسات دینکاری مردم از جمله قربانی کردید یا دیگر ارزش‌های تمدنی و مذهبی باید محکوم میکنه نه که خودش هم کارو رو انجام میتیه. شما فرق یک مبارز از یک سیاستمدار فکر میکنم که خوب فهمیدین. یک سیاستمدار کسی است که برای بلی سیاسی گرفتنش اگر لازم باشه همون مخرجش هم میتیه، همون عقیبش هم میتیه برای بلی سیاسی گرفتنش. و یک مبارز آماده است که کلش بتیه کمترین هدف شنتیه، آماده است کلش بتیه ملت شنتیه، آماده است کلش بتیه ناموس شنتیه. ولی اینجا درباره کسایی که امروزها نشرمیده آشکار تحقیر به گروه 24 میکنند، دلیل ها و فکت های خیلی زیاد دارم که به خدا قسم من نمیخواهم که مسیر ما عوض بشود. ما هدفمون آزاد کردن این خلق مظلوم است از زیر ظلم رحمانوف و ساختن یک دولت مردمی است که در اون دولت مردم زندگی بکنن، کار بکنن، فعالیت بکنن، بآموزانن. ولی مجبور نسازین که ما ریشه شما را بکوبیم. مجبور نسازین. اگر چنده که شما امروز دعوای مبارزه میکنین ولی شما سیاستمدارا، من امروز مجبور هستم که از شما خواهش بکنم که خواهش میکنم نکنین که بعد از ریشه شروع میکنیم، از سرنوشت سرچشمتون شروع میکنیم که شما در کجا تأسیس شدین و با چه هدف شما تأسیس شدین و چیکار کردین، بعدن چیکار کردین، بعدن وقتی که گروه 24 مثلا پیدا شد از بین خلق چیکار کردین. من خواهش میکنم دلش دیگه لیزید نکنین. در غیر این صورت ما به خدا قسم شروع میکنم از ریشه گپ زدن. ولی یک کمتر از موضوع بیرون برآمدیم. خلاصه ببینین مردم عزیز تاجیکستان، ما وقتی که یک مبارز و شما خطاب میکنه شما خفه نشین، چون که یک مبارز مثل یک آینه است. گفتیم اگر با شما تند صحبت میکنه پس شما سزاوار شدین. یک بار فکر بکنین وقتی که من میگم که زندگی یک نفری که بغیر از پول کار کردن، خوردن، خواب رفتن دیگر نقشه دیگر نداره، برابر با زندگی یک حیوان است. قهر تو نکنه. اگر قهر میکنه پس از عملهای خودتان غضب بکنین، از گفته های من نه، چون که گفته های من عمل های شما است. و من برای شما میگم که من بیزار از سیاست هستم. من بیزار از سیاست هستم. من یک نفری هستم که در راه مبارزه هستم و برای هدف هم آماده هستم که از بر هر چیزی بگذارم. من در این راه پدر و مادر من اول درجه. من مثل شما در روسیه در حال کار کردن بودم. اولین بار برام سوارشیک مثل دو برادر دیگرم سوارشیک بودم.
اولین بار وقتی که من باز نوشنی قطعی زیلو را گوش میکردم، مرحوم عمر علی قوتو گفت که ای برادری که تو به خاطر یک کوادرات شکتوری خانه میخائیل آینده ملت در خطر گذاشته، شرم بدار، ناموس بکن. همون زمان ما دیگر اسبابایی که ما کار میکردم در زمین شپیدم و خستم در پای مبارزه شدم. از بحر همه گذشتم، از بحر همه خویشاوندان، پدر و مادر، حتی زن و فرزندم والله قسم در تاجیکستان بود که من آشکار برآمدم گپ زدم. و من دعوام مبارزه است، دعوام آزادی ملتم است، آزادی دینم است. چرا ملتم؟ من انسانی ملتگرا نیستم. چرا ملتم؟ چون که ملت من خلق خدا است و مظلوم است خلق خدا و من مسئولیت خود میدانم. هر یک کدام این جوانای مبارزه که میدونین میبینین یا هر یک کدامش مثل من است. چی بلا زده است مثلا برادر اسماعیل یا برادر قربان علی را یا برادر سهراب ظفر، نسیم جان، برادر حسین اشروف و دیگر برادرای مبارزه چی بلاشون زده است که میبراین اینقدر ساعتهای طولانی وقتشون صرف میکنن؟ ناگفتن همونه که من به خدا قسم اکثریت برادرایی که تاجیک هستند در همین آلمان قرار دارند مرا میدونن. من یک انسانی هستم که اوتو مکانیکم، از دست میآید. بعضا وقتی میشه که من در یک ساعت تا 500 یورو کار میکنم. به خدا قسم بعضا وقتی میشه که من در یک ساعت 2 ساعت 500 یورو کار میکنم. نه که من میام وقت من در این برنامه میگذارم. اینمی عین حال کاری دارم که من دنبال او کارم میشم. باید برای چی؟ برای که شما اینمی خیلی بگیرین در زمین بزنین گپای ما را، گوش بکنین بخیزین برین با دوام بتین شکتورتونه. برای شما این مبارزان نعمتی از جانب الله هستند. من در کوشش تعریف کردن خود یا که دیگر برادرای همسنگرم نیستم. من برای شما میگم که مبارزا نعمتهای الله هستند برای شما. و این شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر میکنین این نعمتها را خداوند زیادشون میکنه. اگر کفر این نعمت شما میکنین، شکر اون نیست که شما بگین که شکر 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 شکر. شکر عمل کردن نمیگن، سخن گفتن کلمه شکر نه، شکر عمل کردن نمیگن. وقتی که شما عمل میکنین به چیزی که این مبارزه میگن، پس خداوند صف این مبارزه را زیاد میکنه. وقتی که شما عمل نمیکنین، هر یک مبارز عین حال شرایطش خوب است. برادر قربان علی هم در بهترین شرایط زندگی داره، برادر اسماعیل هم، من خودم شخصا از هیچ چی کمبودی ندارم. الحمدلله به هیچ کس نیاز ندارم. برعکس خداوند مرا نفری کرده است که بعضی ها مرا باز هنگ میزنن، از ما یک چیزی خواهش میکنن. از دستم بعضا هنرها میآیند که در روزگارم برای ما کفایه است. ما خواهش میکنیم از هر یک کدام شما وقتی ما را شما درست استفاده ببرین. وقتی که ما میبرویم در یک برنامه برای شما برنامه میسازیم، مصرف میکنیم، به خدا قسم اکثریت یعنی مصرف هایی که در همین برنامه ها میبینین از جیب خود همین مبارزه است. با الله قسم اینمی کامپیوتری که در عین حال همین برنامه جاری میشه مال شخصی خودم است. با مال شخصی خودم خریده میشه است. 1,500 یورو قیمت داره. و من خودداری نمیکنم از حقیقت
آشکار بیان کردم. این کامرایی که در مقابل ما است کامرای استودیوی صدای مردم است. وقتی که من نوبتی برنامه میام مجبور هستم که برم از اونجا بگیرم نسترویکای و خراب بشم یا درجه وصل بکنم و شما صحبت بکنم. همه این پوچ برای اون که شما گوش بکنین بخیزین برین دوام بتین مشکتوره. ما از شما خواهش میکنیم درست استفاده ببرین از این نعمت هایی که خداوند برای شما داده است. کدومش تو آماده هستی که برای ما بیا 1 ساعت برنامه بگذاری؟ وقتی که ما از شما خواهش میکنیم تقاضا میکنیم بگیم که مردک این همیجا بدنی تو برای حکومت تاجیکستان برای آینده این ملت خطر داره، تو پس باید که چیکار بکنی؟ در حال لباسات جمع بکن برای تاجیکستان و ایلا بعد 6 هفته میبینی که این خیلی شیده است. باش که ما برات باید بار دیگه بگذارم که تو ببینی. بعد 6 هفته بعد اون که ما برای شما میگیم که مردک بخی همین کار بکن که آینده ملت دولت در خطر است، تو گپ نمیگیری، تو اینجا مثل سرسختی میکنی، هم جان خودت در عذاب میشه هم دولت در این خیلی حالت قرار میگیره. اینا مردک مرغش کردگی هستن دویده سوناس لیشکاس در آغوش یاد آمده است. برای چی؟ برای که تو مهاجر ریچگ در دست اینمی پوتین شدی. ترا استفاده کرد دولت ما را بزنوشنان. وقتی که ما دولت میگیم منظور ما اون نیست که ما طرفداری رحمانوف داریم. رحمانوف برای ما دولت نیست. رحمانوف یک دیکتاتوری است که تجاوز در دولت ما است. منظور ما امو سترکتورای دولتی تاجیکستان است که سرچشمه میگیره بدن وطن، بدن این ملت از همون دولت. ما بدون دولت ما در بدر میشیم، ما خار زار میشیم. شما ببینید که همین دولت نفرای ناشایم، نفرای خطا، نفرای غلط سر میز این دولت آمدن، ما چقدر پریشان و بیچاره هستیم. برای همین ما باید که دولت دوست بداریم، نه امام علی رحمانوف و اولادی او و 4 جنایتکار به سواد گوسفندی که در این دولت امروز زمام دولت در دستشان است. ما باید دولت مون دوست بداریم. ما باید کوشش ساختن این دولت بکنیم. هر یک کدام ما و شما باید سهمگذار در ساختن این دولت باشیم. اگر نفری خطا را ما در دولت میبینیم هر یک کدام ما باید اون نفر از این دولت بکشیم. و الا بستین که ما برای شما نشان بدم و الا چی میشود؟ و الا احوال این ملت اینمی میشود، اینمی شده است و بدتر میشود. و الا احوال ملت اینمی میشود، شده است و بدتر میشود. چرا میشود این چیز؟ چرا همچنان کارهای میشود، همچنان عملهای بالای ملت روا دیده میشود؟ چون که این ملت در پی ساختن دولت نیست. چون که این ملت با 4 گوسپند این امانت بزرگ، این مقدسات دولت یک چیزی مقدس است. این مقدسات این ملت در دست یک حیوان دادگی است. من در برنامه گذشته گفتم که حکومت
در دستی بسواد مثل همو است که اتومات در دستی میمون باشه. من متاسفانه من مطمئن هستم که بازم بعد این برنامه این نفرای شما را تماشا میکنن با میدان میرن پیامون. اگر حداقل 10% همون نفرایی که ما را تماشا میکنن در هر یک برنامه 10% عمل کننده میشید، امروزا این بی‌سوادا، این بی‌ناموسا، این بی‌غیرتا جرأت پیدا نمیکردن که رومال از سر زنهای شما بکشن بگیرن. ناموس هستی. این دست درازی به ناموس شما هست مردم. اگر 10% شما در فکر ساختن این دولت میشیدین، رحمخوار به این دولت میشیدین 10% شما، هیچ کس جرأت نمیکرد که دست به ناموس شما بزنه. شما نگاه کنین، اگر ما خود سوال بکنیم که فرض کردیم قرغیزستان یک جنگ تشکیل بشه بین تاجیکستان و قرغیزستان، یا که فرقی نداره. ما اگر به تاریخ هم نظر بکنیم، مغول ها وقتی که اومدن تجاوز در سرزمین های ما کردن. چیکار کردن؟ کشتن بعضی ها را تجاوز کردن، زنهای مردمان خلاص بیناموسی کردن، به سطر ساختن زنهای تاجیک. یعنی داخل شدن یک بیگانه در وطن ما این خیلی ضررا میاره که اقتصادی ما را میکشن میگیرن، دارایی های ما را میکشن میگیرن، در زنهای ما تجاوز میکنن، در ناموس ما تجاوز میکنن و حقوق های دینی ما را پایمال میکنن. فرق بین همچنین یک بیگانه و امام علی رحمانوف در چی است؟ فرق در چی است؟ امام علی رحمانوف 30 سال از سر قدرت آمده است، تمامی مالکیت دولت کشیدگی گرفتگی است همراه اولادش. در زنهای این ملت این خیلی بناموسی میکنه، مردهای این ملت میکشه، زندان میکنه و بیرون از وطن میکنه. فرق بین ما و تو برادر مهاجر در چی است؟ من مهاجر سیاسی هستم، تو مهاجر مهنتی. هر دی ما بیرون از وطنیم، هر دی ما بدبختیم، هر دی ما بیچاره ایم، هر دی ما آبی تلخ می نوشیم. فرق ما و تو در چی است؟ هر دی ما را امام علی رحمانوف به همین روزگار آورد. چرا تو بازم خاموشی؟ چرا باید که من این کار را بکنم تو نکنی؟ چرا تو ناموس تا بیدار نمیکنی؟ چرا با ناموس نمیشه؟ برادر اسماعیل مرحمت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر ابوذر و تماشاگران شما. و علیکم السلام. بله بسیار خوب خیر کردین برنامه‌تون. صدای من هست البته. وقتی اخیر می‌بینیم که با ریش و حجاب مردم دست زده ایستن، پیشایی که کارا میکنن، ببینین که سیلخیزی را ببینین، ده ها کوپرو که صدها منزل ایبین برد. حتی در همین برنامه حکومت خودش قید کرد که 72,000 اویله و 400,000 انسان در راه خطرجو، در راه سیل قرار دارند. این برنامهشون به خاطر این بود که سطر حجاب مردم کشیدن دام دادن. مردم از ما طلب نکنه که با ایها جای زمین یا که کوپروکوی چاپی شدگی را بسازن، چندین مسجد مدرسه را ایبین بردی و حتی نمیش 18 و 19 هم دیدیم که چندین کوپروکوی که 50 ساله خدمت میکردن، این خیلی آبخیزیش هم نشده بود، ایبین بردن. آب گرفت رفت سیل. یا توی بلو است، یا هم غضب پروردگار است. به خاطر چی؟ به خاطر که
мардум даст ба риву ба зино бисёр зад. парвардигор ба болои сари ё анами хел ҳикмати золим ва анами офатҳоро меёра ва дар оянда ҳам аз ин бадтар мешаванд. мардум бояд бедор шавад. ягона мардуме ки бедорай ин мардуми муҳоҷир дар русияанд ки даст ба интернет ва аз тамоми шабакаҳои дунё бахабаранд, медонанд рӯзо, мефаҳманд, мешунаванд ҳар дақиқара. ҳаминҳо бедоранд ки бояд ба ватан баргарданд, ватана бисозанд. касое ки дар дохили ватананд, интернет надоранд, ҳамун дар кӯҳ пуштаву мисол 75% мардуми мо дар қишлоқҷоҳо зиндагӣ мекунанд, ҳатто барқ надоранд 8 моҳ 9 моҳ. бо интернет кӯри як зиндага бистанд. мумкин хабаре ки мо гап мезанем дар 6 моҳ бишнаванд баъзеш. барои ҳо дига ҳеҷ чиз кӯҳна шидааи мегӯянд чизи нав нест. ҳамашаш фақр нодорияй. вақте фақр нодорӣ шид одам инсонията ба мисол ба ҳар чиз мебара мерасонад. ба мисли доиш, ба мисли дигар чизҳо. ин ҳам натиҷашам ҳамин ҳикмати имрӯзаи ҳар балое ки ба сари тоҷик меояд, ки ҳар коре ки аз дасти тоҷикҳо мешавад дар террористӣ мехонанд. ин ҳам ҳамин мадрасаи эмомалӣ раҳмоне ки дар ҳамин 30 соли ҳукуматдориш ба мардуми дунё фаҳмонд ки инами ман немихел давлат сохтагӣ. баъдан мегзарем бародар Абузар ба муҳоҷират. бинем ки рӯз ба рӯз барои чӣ болои мардуми мо сахт шидеса. ҳамин гуфти худат ричаги муҳоҷирот дар дасти Путинай, ричаги ҳукумат. худи Русия дар як ботлоқи задагие ки ба дасти худ худша бурд, дар як ботлоқ зад. тамоми дунё муқобил шад. ин фикр кард ки ман дар 72 соат Украинаро мезанам мегирам, баъд гап мезанам, суханронӣ мекунам ки нархи газу нефту тамоми чизи биржаи ҷаҳона ман худам регировка мекунам. ҳатто ҳамин хел худшами ба як дараҷаи худоӣ расонда буд. пеш аз ҳамин ҷанг намоишову ҳатто дар гапош анекдотҳо ҳам мегуфту, мазоқ мекард. намедонист бехабар буд ки мардуми ғарбу амрико аз ин баъдшон меяд муқобилшанд. вақтҳои охир, як моҳи охир аст ки қариб ҳар рӯзе 1500 сарбози русия аз даст рафтесай. ба ин навакиам хитонам шоҳидем ки ба чин сафар кард. ира чӣ та зурш омад ки чин рафт. медонад ки баъдаи сеюм абарқудрати дунё дар чинай. ба ҳамун ба чӣ меравад? ба яроқи аслиҳа, ба як чизе меравад ки худша наҷот битад. ай муҳоҷирои мора ҳозирам сари вақтай хела фаҳмоншон ки дар дасти ҳукумати шумо ягон чиз намеояд. бинем ки ман шуморо дар ин чанд бало гирифтор кардам, ҳатто ба ҷангам равон кардам, мурдаҳотонам овардан. ҳукуматам як нотам равон накард, як гапиам назад, ҳатто аз шумо даст кашид. дар ҳамин сафари охири Раҳмонов ман ҳамин чиза дидам ки даст додани Эмомалӣ Раҳмон ба Путин ҳамдаст будани ба ҳамин муҳоҷиро буд ки ами шуморо чӣ хеле ки болотон зулм мешавад, ба чӣ чизо террорист, экстремист гуфта тӯҳматтон мезанам. ин дасти мо ҳай. мо ду диктатор мехоҳем ҳаматона дар кор шавад, ҷанг рӯй мекунем, дар кор шавад, хеле шармонда дар дунё нишонтон метиҳем. ман ҳаминро мебинам. ягон чизи беҳбудӣ ма дар ин сафари Раҳмонов надидам то ҳозира. ҳатто ай рафтагиш то ба ҳол худат шоҳидӣ ки бародар Абузар ҳам бародарои дига ҳам ки ҳар рӯз дар интернет ҳам мебинанд, медонанд, боз ҳам сахттар шид. ба дараҷае овардан мардуме ки ба зону шинондагианд, ба шикам мемонандшон. соати 12 яки шабай фарқ надорад, шата зада медуроянд мардума пеш по кардагӣ. ҳатто як коркуни ҳукумат намебирояд буга ки болои ҳамин мардуми мо ҳамин чиза раво набинем бефакти далоил. мисол агар бошадам ҳамун 4 нафар ки ӯ касон нестанд, ӯ касо аз аксион маълуме ки автомата дидагӣ нестанд. ай пеш синни солшон ба ҳамун хизматам вағзиш намерасад. агар ҳамоҳо ҳам карда бошанд, гунаҳгор бигзор ҳамоҳо бошанд, оғои тибқи қонуну конститутсия ҳар касе гунаҳгорай, ай 18 боло худ ҷавобгари худае. аммо нахоҳ ки 4 нафар барои 3.5 миллион одам
گناهگار شوه ایتانی همه جواب بدن. این مردمی که در اونجا کار میکنن همه ما دیدیم در همین قصر سال که در 3.5 میلیون اهالی تاجیکستان چخیل با ادبانه رفتار میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن. حتی یگان بار ای طرف مردم مهاجر نشیده که دست درازی با یک کاری بد کرده باشن. اگر شیده باشن هم یگان کاری کوچک شیده که او نباید اینقدر مثال با این روزا با این مردم با این چیزا ورده رسونده باشن. یکی مردم در برابر تجاوزی که روس‌ها به ناموس تاجیک‌ها کردگی هستند نال است. نال است هیچ نیست. برای اگر کلا باشن نه کس زدگی نه. هویدای 5 ساله را تجاوز کردن کشتن، شاعره را تجاوز کردن کشتن در داخل تاجیکستان. بله 100%. چیزا عادتا وقتی که مردم جمعیتی زندگی میکنن چیزا رخ میتین. بله وقتی که یک اهالی مثال با 8-10 میلیون میرسه حتما هر روز اوج یک اوارید میشه و یا جو سوختور میشه. این چیزی هست که مثال همه سر این چیزا گرفته نمیشه تو بخشش که یک پوزیشن همه چیزا کنترل شدنش. مثال رنگ دولت علمان چقدر دولت ابرقدرت است در همه جا میبینی که یک حادثه شد یا پژار شد نه که این معنی را نداره که دولت کنترل برومده. راستی که یک روز در پیش بنهوف یک کم ترجورت برگ چرگی تو میشه در یا جو خیلی آتش گرفت. باور میکنید دولت به این درجه ترقیاتش پیشروی شد. همین پژارنیک اومدگی 6-7 نمود پلیس اومدگی تمام نمود استراکچر اومده در همونجا قرار گرفته است. به خاطر چی؟ به خاطر که ما تیاریم به هر چیزی که در همینجا دروغ بوده. نه اینکه او آتش معنی آتش نداشت. معنیش که ما دولتی هستیم که همین سرمایه‌ای که جیرو کردگیم همین را ما در همین روزا صرف میکنیم. بگذار ضرر هم بینیم میم صرف میکنیم. بله. در ما آتش میگیره یه جور سیل میزنه نمیدونم بیا بالو میشه بعد همو میوین حتی هم آتش فشانود او نداره اخیلش میان بعد او میکنن یک جو او بیایم با سومی او را و سلرکه او را و شترافت میکنن یا بالو دیگه وسرت با هم میان خدا میگی نویان. مثال این چیزهای در سری ملت ما با همین خاطر مثال زبان مردم میشه میبرویم همینجا گفتی برادر ابوذر که من میتونستم که در تاجیکستان هنری داشتم که زندگیم 100% بگذره نه که اون معنی را نداره که ما بخریم خانه داشته باشیم خواب باشیم این زندگی باشه. زندگی چیز نیست. زندگی یک چیزی هست که باید که ما بودجه زیادتی خودمون هر سال باید ببریم 45 روز باید دولت دیگه سفر کنیم دولت‌های ترقی‌یافته دنیا و مثل همین دولت‌های اروپا و آمریکا مردم ما باید برای یک راحت کنن در یک جو باید یک سناتوریا یک چه توابت کنن نه اینکه دویم کار خوردن باید فرض ما که از او کشتیم باید یک پشت دیگه ما باید علم بگیرد. باور کنین زو خوب قید کردی که ای گذشته ما علمی که در گذشته ما های و حاضر اگر مقایسه کنیم با علمای تمام دنیا ای 10 نفر 5 نفرش فارس های. ابوریحان بیرونی سیاره زمین را کشف کرد او حتما علم بود معجزه او نبود. 24 ساعت با گردش کره زمین زد یک بلندی برآمد سایه زمین را چین کرد 1 دقیقه چین کرد قدم زد 30 کیلومتر. فهمید که 1 دقیقه که آفتاب بالا میبره 30 کیلومتر است. همین را زد با کره زمین برآورد 38200 کیلومتر شد. حتی با همین روزه 150 کیلومتر کوادراتی خطا کردگی که 150 کیلومتر کوادراتی یک نقطه رو چکره در پایین یک خریطه بزنی همین که او با علمش اثبات کرد. حاضر تمام محاوره‌های دنیا درباره کشفیات میکنن حتی همون را درست میگن که ابوریحان بیرونی چه کشف کرد دنیا را فهمید بالانس دنیا. مثلا ای پرا اگر قطعه ایورازیا باشه ای طرف امریکا دنیا را بالانس فهمون که همه چیزها که دو قطعه که زمین در 26 گراد کجی در 24 ساعت یک روب تو میخوره در یک ماه در گردی خودش و در یک سال 365 روز در گردی آفتاب همه چیزا را همه را اثبات کرد. حتی گرفت ماه میگن خودمون این سایه ماه و آفتاب میافته همه چیزا را هم اثبات کردگین و
بسیاری چیزا از همین علمای ما مونده. عمر خیام، عبدالرحمن جامی، همه همه فیلسوف بودن. این انسانا را کتابای یا در اروپا پخشید. مثال از عمر خیام بگیریم، بعدی او نیوتن مثال‌های را حل کرد رفت. نگفتن که بعدی ما مسلمانای کار کنن، گفت انسانای به دنیا میآیند که همه را انسانیت میدونستن. دوام دهنده ما هم. بله بخشش معنای مدیسین چیه؟ ابو علی بن سینا، مدد سینا. بله مدد سینا. تمام دنیا با همین لفظ میگشت. بله ابو علی بن سینا وقتی که به خاطر مشهور شدنش، چخلی که یک کس باید مشهور شود در یک تلویزیون 700,000 کاناله یا که 1 میلیارد کاناله، چقدر مبلغی کلان میتوخ، چه رکلام میکنه محصولاتش، پروداکتش. وقتی که ابو علی بن سینا میخواست که خودش مشهوریت نشون بده، با پیش ابو ریحان بیرونی رفت، برای مشهور نشون دادن. با او گفت که فردا گفت ساعت 3 گرفتیم ماه آفتاب میشوند. با همین خاطر این ویا توبت کرد و اینو مشهور کرد. دو کس چی شد؟ با یک دیگر مشهور شدن. در فیلمشون هم هست، در هم کینوشون هم کتابشون هم مثال خونده باشیم. مگر بعدا یک چیز دیگه که ما انسانیم در راه مبارزه اومدیم، گفتی خود برادر ما هم کسب خود سوار چی بدیم، هم همین چیزای ماشین احتیاطی ریمون میکردیم. نه که اگر ما هم خطا هم کنیم در سخنمون، بگذار یک اکادمیک برای گپای ما را اثبات کنه، راست کنه، اما با چهره برای گپ زنه. اگر از پس بگن که برادر اسماعیل یا برادر ابوذر بله خطا میکنن، انسان خطاکاره. من بگذار ما اگر با گفته دیگران بی سواد باشم یا که نمیدونم چی باشم، ما برام بگم که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، برادر ابوذر خوب قید کردی، من همیشه میشینم دیگه گپ هم نزنم. ما دا بسنده که ما چهرم دارم. و کسایی که ایما انتقاد میگیرن، او زوری در بازو نیست، زوری در رینگ نیست، زوری در چی نیست، زوری در اوه که حقیقت همه برای در نزد مردم حق در روی ظالم میگویی. بهترین جهاد همون جهادی است که بعدی حمزه، حضرت حمزه شهید شد، بعدی انسانی است که با چهرش در روی ظالم گام میزنه، میگه که تو ظالمی، تو ناحقی. ما حداقل همین کارا کرده تونستیم، برآمدیم گفتیم که تو ناحقی. اگر نه مرا چیزی رو اومده، من یک خارجی سو میگیرم برای خاطر، نه با یگون چیز خودم در همین جمعیام مهنت میکنم، خودت هم میسازی. اگر همین علمان در خودت نسازی، بدتر همین تاجیکستان زندگی میکنی. برادر ابوذر خودت اینا خوب میدونی. با خودت حرکت کنی در تمام دنیا، زبان شب و موزیک، کار شب و موزیک، حرکت کنی که با طرز همون مردم رفتار کنی. این مردم دارن بهتر کوشش کنی که خیانت نکنی. که این مثلا در دولتی رفتی میگه یک مطلعی که در شهر یک چشمه رفتی یک چشم تکور بگی، این معنی نداره که چشم تکور کن. با مثل همون مردم رفتار کن، با مثل همون مردم قانون رعایت کن. ما مثال در اینجا اومدیم هم کار میکنیم، جایش میشود تا 12 ساعت هم کار میکنیم. نه که بود میبریم در این برنامه ها وقت موند، گفتی گپ وقتی قیمت موند صرف میکنیم. نه که این بهترین ان شاء الله که در تاریخ این چیزا میمونه برای فرزندایمون، بیرهوی ما میمونه. که مثال یک کسی بدیم در خستیم از خانی حق گفتیم، اگر هر چند که عالم نبودیم، یگم فیلسوف نبودیم، دانشمند نبودیم، معلم نبودیم، نه که یک آدم عادی، یک مبارزی بدیم که غم هم ملت خوردیم. اگر با والله قسم به خاطر خودم میشی زندگیم بهترین هم بود، بهترینش میکردم، میگذشت میرفت. نه که هر چیز دیگه که عمر انسان هیچ نیست. یک وقت بود گودک بودیم، یا وقت بود در خدمت بودیم، حوزی در اینجاییم 38 سالش نیم. آدمایی که در سن سال 20 سالگی ما 40 ساله بودن، حوز 60 ساله بعضش دنیا گذاشتن. همین خیلی دنیا میگذره میره. دنیا یک سنجش های چخلی که برادر ریولوشنر قید کرد که ما پیش ای که به این دنیا بیاییم، در پیش پروردگار گفته بودیم که ما از حقیقت دست نمیکشیم. و این هم باعث اگزامینی ما شد که در این دنیا یک دنیای سنجش های. ما اومدیم در این دنیا نه که از فکر خیال ما و چیز دوره که ما این گپ گفته بودیم، نه که دنیا چرا ما را امتحان کرد.
اما یا نفس داد، بایگری مثال همه چیز در همین بایگری میدونه. مثال میخوای که از یک همسایه‌ام بالا باشی، یا ماشینی خوب داشته باشم، همین حرکت کنم نه که از همین چیزا ما این چیزا ما را دلمون برده، اومدیم به جای خوب شیم در بدترین حالت زدیم و مثل خدمون مردم تاجیکستان با کسایی که از در تاجیکستان قرار دارن. باور کن برادر ابوذر، این سیل خیزی را، این او خیزی را میبینید خودت در جای هم حس میکنی که مثال خونه‌ش برده یا خیالش میاد که نه تاش تماشا کردم، هم زنش ای دنیا گذشته، هم یا فرزند چگون کرده، دیگهش در تای سنگ خونه نیمش در تای سنگ موندگی. کی باید او را دستگیری کنه؟ با همین مهاجرات ولی کارت میکشن، با همین بلوگرها. این باید کاری حکومت باشه. حکومت باید که در پشتی همین کار باشه، نه اینکه ای پشتی سطر حجاب مردم. و شما برای بهبودی میگین، برای لباس ملی میگین، حکومت دیسکاتیکاتون محکم کنین. دیسکاتیکاتون 95% از خودی همین اویله های، با اگر دستی چهار تایش هم باشه، اما طرفدارای شما هم وزیر کبیر های. و شما مردم برای بد بردیسین، کویاکت برین همون دیسکاتیک زن کنین، همون فویشو زن کنین. شما با جای سری رای فویشو را بگیرین، سری رای معارف به سعودی را بگیرین. بهترین حالت توزید، بدترین حالت مردم ما در این معارف هست. باید ما در معارف گفتی خودت یک دانشمند همونیم که مردم با سواد کنه. از بین ما از 1000 کس اقلا یک منیجر، یک علیم، یک ارکیتکتور، یک چیز برویا در 30 سال نداریم. یک ارکیتکتور نداریم، منیجر نداریم، یک کسی نداریم که اقلا دوپلیکات تلفن ببره یا یک ماشین ببره، یک ورتالوت سامالیوت. بینه با دولت جنگ زده افغانستان سامالیوت هم برآورد، ماشین پیشرفته هم برآورد، حتی یک کانال او نقش لوحه کشیدن 270 کیلومتر، 1 میلیون هکتار زمین باید که گندم بکورن. حتی 2025-26 صادرات گندم در افغانستان سر میشه، صادرات میشه که یک دولت جنگ زده کیره ان شاء الله. اینا ببینید موضوع پیشرفت همین افغانستان را دارم که همین بناموسی را ما بگم که 30 سال پیش شما جنگ زده بدین. این مردکا تا امروز بیچاره جنگ دارن. در 2 سال حکمرانیشون بین برادر ابوذر به یگان قرض دولتی 500 میلیون دلار از خود بودجه دولت صرف کردن. 270 کیلومتر کانال او کشیدن. کانال او هم باشه از دریای تاجیکستان و بدخشان، هم بدخشانی که هم به تاجیکستان میگذره، امور دریای امور از همو کشیدگیان. ببینید چقدر پیشروی کردن. حتی چیزای برقزو، یعنی چی بگیم، چیزایی که در طور کلیشو میزنیم برق استحصال میکنه، در افغانستان میشه زوادش پیشرفت خیلی کار کرده سای. شاید که هم با سالهای نزدیک تمام مردم افغانستان در بالای همون بانگوی چیشون بزنن، همون چیزای برقی را پیشروی کنه. برق هم روی هم دیگه خلاص شوند. ما چیکو کرده سیم اینا بینید. حتی همین روز دیدم روغون، بله روغون پلاتینه که 75 متر او خیزونده بودن، نصفش نصف شده رفته. کجا شده است؟ در فکر اون نیست. خدا زده است. همین پلاتینه که ما خیزونده سیم برادر ابوذر، ایتالیانسا خیزونده سنش سالهای 70 بوده 80 در ایتالیا هم یک پلاتینه ابرقدرت همین خیلی خیزونده سبودن. یک باره او گم شد، دریا نصف شد، 3000 آدم چپشید در تای خاک نصف نابود شد رفت. همین حادثه و همین چیزای طبیعی در میشه که در دیگر جا هم رخ بوده، به خاطری که در تای دریای ما هم یک دریای شروع دیگه میگذره، میتونه که او کلا بکشه بعد خودش ببره. این چیزا هم سبب میشه. باید که همه چیزا سنجیده و چی باشن. از آدمایی که در اونجا کار میکردن، آدمایی که مثال درگسی نورک تجربه داشتن، باور که یک در همون وقتای 2016 موقتی شیشتیم همین درباره همین گسو گپ زدیم، درباره همین چیزا گفت که یگانه گسی که در دنیا مشهوره گسی نورک که در 1 ساعت 16 تن او پروسکات میکنه. تمام گسای دنیا قریب
50-60 تا 1000 тонна пропускат мекунанд. а геси ҳамин роғуна носохта оли 75 метр рафтага я дарё мегзара рафтаеся ба дуни санго ҳичи хеле пешравӣ нест. худо аки нигаҳ бидора, мо дар бадии чиз нестем. бояд ки ҳамин чиз конкретни сохта шава ки дар раи ио 5 миллион аҳолӣ то Тоҷикистон Ӯзбекистон зиндагӣ мекунанд. ин қадар заминҷӯбӣ охезиш ишидеса аллоҳ ҳайт зо нигаҳ бидора. ин мардами мо дига намедонам ба куҷора нигоҳ мекунанд. лоақал бихезен бирен ҳамин Тоҷикистона як сарҷам шен намебирем гишнагӣ ё соли ҳамин 98-99 то 2004 ба ёд меояд ки мардум дар кӯҳ пуштаву дар тамоми ҷо ганда мекард, зиндагӣ мекард. меҳру муҳаббат буд, як ҷо шиштан, дар тӯёи якдигар, дар маргу мурдаи якдигар будем. ва худо қасам як ҷаноза мешид, 20 қишлоқ тракторо мерафтанд, мардума мегирифтанд меоварданд. хеле меҳру муҳаббати мардум боло буд ки агар ҳамун вақт мегуфтанд ки замоне меояд ки дар рӯпарӯи масҷид як дискотека ҳеҷ ка бовар намекард. ҳозир ҳамин чиза дар колхози Россия мебинӣ, пара масҷиде, пара дискотека. дар масҷид 10-12 нафара дига ҳама дар дискотека. ин ҳамин чизо ҳама омад. Дунё ҳамун ҷон перебиват кардам тона. ман намоз як ҳолат акаҷон гуфтум гап занам, иншаллоҳ намоз ма мехонам, гашта медирам, иҷозат боша. боша бародар. боша гап. ҳаме як ҳам ба ҳами наздикӣ валлоҳ як ҳафта шид, шояд 10 рӯз шид, дами Санкт Петербург як автобус, як тоҷик ховуш мебара, чикор мекуна, ана чапа мекуна автобуса. бовар мекунӣ, ман ай даҳани ҳамин мардуми худмо, ҳамин тоҷикои худмо мефаҳмам, мегӯяд ки тамом инавай автобуса чапа кард, бало ба сар мо омад. дар автобус чапа кардан як тоҷик вай метавонист ки рус ҳам чапа кунад, вай метавонист ки узбек ҳам чапа кунад. нахост ин шиданияе ин кор охи. дар ҳамин чиз мардуми худмо худшо гунаҳгор медонад, тамом аҷдад кунӣ редо сар мешавад. субҳаналлоҳ, ба дараҷаи мардум омада задагие ки охи хубӣ дидагӣ нест, на ай исташу на ай усуш, ба ҳамун хотир тамоми гуноҳе ки дар сараш бизана розияй ма кардам. мардума дар ҳамин ҳолат оварда қарор додагиам. боқи аллоҳ нигаҳбонтон бошад. шумо суҳбат кунед, ман намоз мехонам иншааллоҳ. вақти бошад бародари азиз, ташаккури зиёд, аллоҳ қабул кунад. хуб, беҳтарин қайд карди бародарам. рост мега дига ҳоз як чизи кӯчакам ки аз тарафи Тоҷикистон рух бута, дар ҳамин аз тарафи Тоҷикистон, аз тарафи муҳоҷиро мардуми мо даравда бо дар ҳамун хиҷолат меафтанд, аллоҳ ки ҳамин тоҷик набоша ё ки як кас дига набоша. ман пештар қайд кардам ки ба хотире ки Русия ҳозир дар як ботлоқ гардагия мешава, рӯзеш мераса ки бовар кунен дига ин санҷишоро гузарондан ки мардуми мо пиртоқатай нами дидем ки Эмомали Раҳмон рафт, даст дод. агар не бояд ин намерафт, агар ғурур медошт ку намерафт, ҳамин нуҳамда намерафт, бовар кан Путин ягон чора медид. не ки ин рафт, боз ҳам боиси шармондагии ҳамин мардуми Тоҷикистон шид. рӯзиш мераса, ина ман гуфтам, мо пешбин нестем, фолбин нестем, ай таҷрибаи зиндагӣ дидем ва мегем ки мардуми моро пешпеш кардагӣ дар ҳамин ҷанги Украина қурбон мекунанд. бовар кунед, села мебараншон дига. дидан ки ҳукумати Тоҷикистон ҳеҷ чи нишон надод, вокуниши нишон надод, на ба давлатҳои ғарб гуфт ки мисол мардуми мо дар азобай биен, мардуми моро шумо хай дар читон бигирен, дар кор бигирен, як коршон биден. ҳеҷ коре накард. монеш таваккалш ба худо, ҷангда мебаренеш, чӣ коре мекунед намекунед, ман ҳамин кирсим нахезам. шумо айсо азобшон метем, ман айси ғамшон метем, ба мисли ҳамин ҳозирае ки ҳиҷобошон аз саршон кашидесан, ина ида ҳамин ман кардем. охир сухан мекунем ба мардум. охир сухани ман ҳамея ки ҳамин барномаҳоро тамошо мекунем, просто так гӯш накунем ба мисли як сериале. ҳадди ақал як амраи барта бифаҳмон ки рост меган, ҳамё ина бинен, муқоиса кунен, ҳеҷ вақт як бора як чиза қабул накунена, муқоиса кунен, баъдан
همین برین با تاجیکستان برین، سفر کنین تاجیکستان برین، هیچ کار نکنین، فقط در همونجا بیستین، مردم که جمع شید انشالله یک گپ میشود، طلب جای کار کنین، هیچ چیز دیگه. سلامت سربلند باشی برادر ابوذر. خیلی من وقتم کمتر بود، من میخواستم که چی کنم و بچه‌ها خداحافظی کنم. تشکر زیاد. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. یک چند دقیقه بعد وقتی نماز شام میشود، برادر قربان علی مرحمت فقط کوشش کنین که کوتاه‌ترش بگیرین. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر ابوذر و این برادرایی که در اینجا قرار دارین. آوازم هست برادر جان؟ بله برادر مرحمت. خب تشکر برادر با صحبت و با این برنامه‌تون، وقتی خودتون صرف میکنین مقصد. خب درباره سفرهای رحمانوف میخوام یکم تا سخن کنم. وقتی که رحمانوف با روسیه سفر میکند مهاجرا خرسند میشود، با جایی که توجهی که زیق شوند که رحمانوف با روسیه سفر میکنه. چیکار میکنه؟ پوتین با دست میتونه میگه که هم مهاجر را 3-4 سال دیگه بخواه. ای برادرای مهاجر، شما 30 ساله که مهاجرین، خونه‌تون بر بگردین. ما برادرای را میدونم که ای دوره کرونا ویروس در مهاجرت قرار دارن، خونه‌شون نرفتن. قطعی صحبت میکنم میگم چرا نمیره؟ میگه خونه کدیستم. ای برادرای مهاجر، خونه تا آب شوش برد قطعی زن فرزند تو خونه سوسکاگیتا. از الله بترسین آخی. بس کنین هم کوی دیتاجه را پرتوین بخیزین برین آخی خونه و درتون. همین مهاجر در روسیه تو چی داری؟ هیچ نداری. یه سونکه داری تمام بگیرش بزن بره تاجیکستان، نمیبری گشنگیده. کدام مهاجری که جای کار نداره در تاجیکستان در ما تماس بگیره، بخدا قسم من کارش میتم. من سویتایش میتم بخدا قسم ماش ده 5000 سومانی کار میکنه در داخل تاجیکستان در خونه خودش، نه که در اگون کارخونه. همین اول با شما در کاره با 4 چاپلوس دیگه میبره میگه شما فوتبال نرین، شما مگزین نرین. در خونه میایا پلپچون میکنه، دندان تنبش کنه، بنی تنبش کنه، روید میکنه. کاش همین مهاجرای ما در روسیه قدر قیمت داشته باشه. کاش رحمانوف سفرش یک کمتر وزن داشته باشه. الله خارت کنه امام علی رحمانی الکش مایزده التر اومدی چکو کردی؟ اول مهاجر خوب شید بهشید. بس ای آخی برادر مهاجر، بس ای مهاجرت. از الله بترسین، فرزنداتون کلان شده در نزد خودتون کلان شود. برین به تاجیکستان. شما در اسمو زندگی نکسین در تاجیکستان، شما زمین دارین آخی. شما برین کشت کار کنین، گاو و مال کنین، مرغ کنین، زندگی خودتون پیش برین مثل پیشینه واری. کدام شما در روسیه یک کاری بلند دارید؟ کدام شما گنرال، وزیر، پلکونیک، چیه شما؟ جاروبروی را میگیرین میروی کانال میکنین برین همون در تاجیکستان همین کرو را بکنین. چیکار میکنه؟ در خونه خودتون تاجیکستان در میرین کار نمیکنین، میرین در روسیه بل کدمن میزنین. زمیناتون آب شوشته بوده سه برین بگیرین زمیناتون. زمین های آبیتون گرفته خیتویا را دوله سه رحمانوفی بدبخت. یک مهاجر در روسیه گناه میکنه، یک کار میکنه، یک اشیب کاری میکنه، تمام مهاجرات تمام دیگه که میگوی تمام بالا بالای سرمون اومد میگه. چرا اینقدر کلازردا در داخل تاجیکستان این پرابلم هم میکنه که گناه میکنه، در روسیه که گناه میکنه تاجیکا را میزنن میکوبن، هیچ گپ نداره کو. این روی جوان ها یاش شیوخی همین مکتب بود میکنه نمیکنه میگریزه میروه. این بچه هیچی نباشه، نه مکتب بود که شاید بود نکه باشه بود تاگین سایی. بله از اولا هم میگریزه، 17 ساله میگریزه میروه در روسیه. 1 سال 6 ماه، 1 سال 6 ماه میسته، 18 سالشی تمام کار نمیبروید دیگه، نمیروه تاجیکستان. تاجیکستان مردش اگر نبرن تمام، یا دیگه با برادر ابوذر دیگه یا با چی نمیرسن پنسیا. 10 سال مهاجرتی میکنی کسل میشه. ای برادرای مهاجر
99% تون والله قسم کسلی این، اما 1% کسلی نیستن، نو رفتگی این. 99% تون کسلی این، کسل اختون میدونین چی کسلی. مجه شهر نیسته که ایال او نمبر کنم شما چی کسلی. ما ای بین شما برامدگی من میدونم خودم اوخی، ما در درون شما بدم اوخی. بر بگردین برین تاجیکستان، برین نمازاتون بخونین. ما در یک زواد کار میکردیم 70 نفر دیم، ای 70 نفر 5 نفر نماز میخونه، میگو 65 نفر دیگه تمام جنتی ای. کشش نمیتم خیزن نماز شب بخونه، آبی گرم آبی خنک 3 وقت خود جای خوب بده اوخی. این هم خیلی تنبل شدگیم به خدا قسم مهاجرو. مالی مردم زنامونانی مهاجر شده استن. ای مهاجرو زناتون آب شوشته برد، خونه که ساز کن آب بردش. الله خور کنه امامعلی رحمونه اینایی هیچ چیگه پیخدش. ما مسلمانیم یا کافریم؟ چیه که در بالنسه دختور میاید سطری مادری مرا میکشه میگیره. ای دختورو، ای زنهای دختورو 99% در بالنسه ای بانشوا کنیلی چکار میکنین؟ بخشیش ده ناموس داره شما چکار دارین با سطر؟ آیا شما آدم توبت میکنین یا سطراشو نمیگیرین؟ ای برادر قربان علی، اگر این مردم همین خیل در دولت های دیگر بگردن با چکار بکنن زن خواهر و دختر و مادرشون؟ بله برادرت در مهاجرت قرار داری، زن فرزندت در تاجیکستان رحمان فی بدبخت قربانی کرده استای. این همی این سطر ما قبول ندارم، ما فرنجی نه قبول دارم، ولی ما بیای فرنجی طلب کنیم بعد یا چیکار میکنن؟ این همی جای مرده که یه پخسگی دیگه استودگی میگه که ما 75 ساله ما ترا میگه کامیرا میکنم میپرتم 3,500 سومونی اشتراف میکنم. برای چی 3,500 سومونی اشتراف میکنم؟ $300 میشوه. تیا پخسگو تو چی کاره آخی؟ تو پدنالت بره همون خونه دا اوچت زنت کیلن سطر نداره داره. برای چی مادر تو صورت میگیری تو بزی؟ این مادر هالی فرنجین بدازه بچکو میکنی. با خدا قسم شهروندای تاجیکستان تاجیکانه یا شهروندای تاجیکستان در نالت یالا گرفتارن همشون، از آن جمله یک مایم همه ما در نالت یالا گرفتاریم. ای دستی امامعلی پد نالت مهاجرا همه تو در نالت یالا گرفتاریم. فرزنداتونانی پدر مادراتون در داخل تاجیکستان بر بگردین تاجیکستان برین وطن اختان آخی. تو خوش داره که تو یک کلزر یا نامرد یا چومو یا بدبخت یا دیوس تو رمه قپه دو تدمه زنه. تو خوش داری امیره در اینترنت ها فر میگرده تا همی کار خوش داری. لوبای مهاجر در تاجیکستان شرایط زوره بسه که برای همی $100 آخی. برا با خدا قسم در ما تماس ببرازی، در ما تماس ببرو، من لوبایت در جای کار پیدا میکنم، در داخل خونت کارخونه میکنم. میتونم یک عروسی که گپش با زنش نمیگذره یک دیوسای میایت را راست میکنه دسته او درد میزنه بنی تمیش کنه قبرغا تمیش کنه. سبحان الله ترا من خیلی تابتای نمی درختا سر میکنه. اویا همی تو در خشای با احمد امامعلی الکشی التری مایزدن نشید. ای مردم تاجیکستان با احمد امامعلی الکشی التری مایزدن نشید. این بنده 30 ساله که گناه کرده سای ما را در نالت یالا گرفتار کرده گیه. این میخواه فرزندی خودش در جای خودش ببانه و در آینده هیچ که یا رای چی نگنده که خیلی نمیشوه. چراغ ظلم زالی میگه تو دمی مشهد نمیسوزه. این مهاجرا ربین اخی سبحان الله یاد باید بخونن. ما مکتب بود نمیکنیم از تاجیکستان بگریزیم. برای چی؟ برای در نالت یالا گرفتاریم. الله خورد کنه رحمان واقعی تمام دانشگاه را باید به پول کنی اخی. ملت باید بخونه. این تاریخی ما از نه چی دروغ بدسته. ما این قدر تاریخی بزرگ داریم باید تمام دانشگاه تمام این مکتب همه چی صدیق همه چی در تاجیکستان باید به پول باشه اخی.
بعد ما باور کنیم با تاریخ منوخی فیردوسی سینا همه یا خی یا دروغن خی ای بای با خدا قسم ای بای که چور توپای میروه داری بالنسه دا مثل سطر میکشه و تو دیگه کار نداری آخی با خدا قسم مردم تاجیکستان روزش میشوه امام علی رحمان نماز من میکنم مایرا تجربه مایرا میدونم مایرا میفهمم یا وقت سطر من کدک سوال داد همین از سر قدرت اومدگیش با امید کسی با اسلام اصوص آمد اشکار کسته گولکاتون ای مسجد من کدک اوزی در تاجیکستان دکیجا اسلامی میرای میخونی عربی دکیجا در یگان جا نمیخونی روزش میشوه مسجد من میکنن نمیرین دیگه اوزی زنها در تاجیکستان مسجد میروه نمیروه چرا نمیروه رحمانوف اجازت نمیده کیه رحمانوف امروز و فردا میبره میروه ای بدبخت دایی ظلم شما هنی خوش ناخی تو قیب رحمانوف گناهگار نیستیدن از یالو شما گوش نکنین رحمانوف بس یک این بدبختی سفرهای رحمانوف بر روسیه یگان فایده به مهاجر به دولت تاجیکستان نمیاره به جوش زلال میره نماز جمعه هم بخونی در روسیه ای مسجد میبره طرف ملسه میقپه میگیره میبره اویا تو همی کاره بعد خودت خوش میای با خودت پرتو همون کویکه دیتاجه تا پرتو همی آخیر دا برادر ابوذر هم کویکه دیتاجه در بد ایمه زدگی بود با خدا قسم میدرم هم دراز میکشتیم گریه میومد من کاش میگفتم ای من کی کویکه را میپرتم ما وقتی ما خودم سوال میتونم با 2 منت پس جواب خودم نمیایا که میگم قربان علی وقتی سوال میتونم کی همی کویکه را من میپرتم در بد ایمه زدای کانتر پس همی جواب داخل میایا میگه ای بیخه تای میگم ما واقعا مثل فکر میکنم ای بیخه دم بدسته بگی سونکا دا ببرو یا صبر اوخی در تاجیکستان تو مشکلی داری ببرو ای روسیا تو وقتی در تاجیکستان مشکلی نداری بره خونه و درت بره میای روسیا 1 سال 2 سال کار میکنی میره ماشین میگیری او بگی که تو گرنی نگی ماشین بره خونه و درت اساس که گاو و مال بکه یا تجارت با پیش ببر اون ماشین نمیگیره زباد میگیری شوخی آخر سخنی ما همیای برادر ابوذر و دیگه برادرو که مرگ به امام علی رحمان الکش مایزده التر تمام سلام علیکم و رحمت الله برکاته علیکم السلام و رحمت الله تشکر زیاد برادر عزیز زنده باشین برادر مبارز مرحمت سلام علیکم برادرها علیکم صدا السلام هست بله بله من یکم چیزی که باید گویم ما همون وقتی که قدر و قیمت خودم فهمیدم قدر و قیمتم دانستم که از روسیه خارج شدم از روسیه بیرون برآمدم و دیگه من این دولت تا اینجا آمده رسیدم قدر و قیمت خودم همون وقت دانستم که من حقانه بودن در روسیه یک ذلت یک خاره برای مردم تاجیکستان بعد به همون حکومتدارا من گفتنیم که مثال که این خیلی حجاب مردم حجاب زنای از سراشان میگیرن این تاجیکی نگفته برای چی نه که نیم برهنه میگردن همون مگر همون لباس تاجیکی است که برای چی اونه گاب نمیزنن فقط همون زن حجاب دار و چسبیدن و همون بسر فقط بسر رشدار مرد رشدار زنای حجاب دار یک بینن اون فاسقای دیسکتیکا رو و زنای نمبرهن فاحشه های انونه سرشته کنن بعد با مراجعت من به مردم هم که گفتم برادر قربان علی است که امروز بدبختانه
تمام پشت من همین کاری که همین رحمانوف و حکومتداراش کرده استادین، تمام مردم تاجیکستان حکم دایوس گرفتگی. همه هر کسی که در همین باره من همین بی حجاب اثر مردم اثر زنا گرفتن به گام نمیزند و حکم دایوس دارد. بر ضد همین قرار قانون گام نمیزند. هر مردی که به ضد همین قرار قانون گام نمیزند سرش خم خاموشی یک وی رضا راضی بودن است، حکم دایوس هم میگیره. بله. حکومتی ها همین که کاراش همین که مثال به همین حاضر زندگی کمتر مشکل شده است، به همین باره میخواهند که با یک مردم دیگه طرف برن و مردم با سرگرم با این مسئله ها حجاب و اینو نباشه، مردم زندگیشون مشکلاتش نهایت بسیار. و شهروندان تاجیکستان که در روسیه قرار دارتن هر چی زودتر تونن، هر چی زودتر هر کسی که میتونه روسیه براید که روز تا روز، مثلا همون سالی که ما هم روسیه برامدم تا من هم حالا روز تا روز بغیر از وازمین شده استاده است، عذاب زیاد شده استاده است، مشکلات هم زیاد شده استاده است. برای همین که برای روسیه برای خانه هر کسی که مشکلات سیاسی نداره مرحمت خانه رود، خانهش رود، دولت طلب کار کند. رحمانوف ده همه جا جار میزند که ما من این خیلی مردم، من این خیلی زواد ساختیم، من این خیلی دستگاه ها، من این خیلی مردم اکار تامین کردن. روان من مرحمت اکار تامین کندش. دولت اگر دولت حقانه دموکراسی باشد، من مرحمت اکار تامین کند. یکمش بعد در دین و در آیین و در حجاب زنا کاردار نشود. اگر خودشون مثل دولت مثل یک دروغین و یک دولت لاف و مناف نباشد، اگر من مرحمت برای چی در حجاب زنا درش مردم کاردار میشود؟ من امروز همه خیلی مبارزه میبردم نه که قانونی نبود. من امروز شرم نداشته قانونی کردم همین کارم که حتی منم دولت منم اروپا که ما من همینجا زندگی داریم، مکتب بچه ها این حال آدم کلان سن سال 18 بالا و هیچ گپ نیست. همین مکتب بچه ما من همینجا چند تا مکتب ها هستن گرد خانه من و دختر هست که به حجاب میره، دختر هست که به حجاب میره، یگون کس کاردار نی، یگون کس هیچ گپ نمیزند که مثلا علمش میبینم که علمش. من همینجا یک پشت خانه من به یک مکتب هست لیتسی، من طلبه های بالیاقت با طلبه های بالیاقت میبینم هر من گویم که هر 10 نفر 5-6 نفرش حجاب دار، 5-6 نفر یعنی حجاب دار. اکنون ممکن که ممکن نباشد ویدیو گرفته این پرافتن در من تلویزیون ها نباشه، من ویدیو میگیرم، من همین قانون نمیدونم که ویدیو گرفته پرافتن ممکن اجازه نی یا نی. برادر مبارز بخشش در پیش سخن شما ببینین یک چیز است. من شخصا از خودم مثال میارم. من در همین راه مبارزه وقتی قدم گذاشتم، الله ناموس مرا حفظ کردگی است. همسر من او زمان در تاجیکستان هم اجازت بده، پاسپورت تاجیکستان به حجاب است. بعدا وقتی که ما به اروپا اومدیم که پاسپورت هم دیگه سراکش گذشت، در همه آخری سراک پاسپورت ما گفتیم با اروپا. در اروپا علاقه چند پاسپورت میشه که اگر خطا نکنم یک 4 پاسپورت میشه که عوض میشه، یعنی به خاطر گذشتی همو مدتی که دارن. با خدا قسم همه این به حجاب صورت گرفتگی است. چون که ما در این راه از ناموس خودم دفاع کردگی هستم و الله ناموس مرا حفظ کردگی است. اون کسایی که
خاموش هستن. میدیم خیلی دیگر بیچاره مادرها و همسرای اونها دیگر با این بلا گرفتار میشن. متاسفانه دست درازی در ناموس اینها میشه. این حکومت رحمان فقاب نزنن، من هم خلق خودم این حکومت قاب نزنن، در خواب و خیز همون زن و شوی هم دخالت میکنند آینده با. یکمش بعد لباس ملی من همه دولت پیشرفته ترین حجاب زنه و حجاب دخترها این یک طرف کوردور نی. در این گفتم که در این علمش میبیند، علمش لیتسی بالای خطبه گفتم که هر 10 نفر هیچی نباشه 6 نفرش دخترای حجاب دار دخترها. پسرها باور میکنه یا خیلی بسر لباس عربی میبینم که مکتب درآمده رفته است از طلبه سر لباس عربی، هم عربا چخیل هست چخیل سر لباس میپوشن، همون خیلی همون رومال دسترش همون کرتی دراز درآمده رفته است از مکتبش. مکتب حال از سن 18 ساله پایین اینجا این لیسه طلبای بالای قد از سن 18 ساله پایین با این یونیورسیتی نی. اینا یگان مثال من هم وزیر معارف هم جارتیف لتوکوبات میگویم. من وزیر معارف یک آدمی که مثال در دور شوروی تولد شد، در دور شوروی خدمت کرد، در دور شوروی مکتب اولیه اگر خوانده باشد مکتب اولیه خوند، در دور شوروی آرمی خدمت کرد، بیاد میگوید که لتوکوبات بعد این چه آینده این خلق و این طلبه ها این طالب علم چه وای میشد؟ چی باید انتظار بشه؟ لتوکوبات انتظار میشه دیگه هیچی نیست. اینا هم باره مثال من این قانون برابرم و دموکراتی باشد، اگر حقونه اینا دموکراتی باشن باید برابر این زنهایی که مثال میخواهند که مثال لباس ملی می زنهای به مثال لباساشون مثال عیبم باشه کنیلوش گشتین یا بسیارش انا هم باید گویم که سر لباس تاجیکی پوشتم. نه اصلا چی باید که بر لباسی خواهی زنی مسلمان باشه خواهی زن نامسلمان، اصلا برای چی در لباسی مردم باید کار بگیره حکومت؟ آیا مسئولیت حکومت است؟ فرض کردیم همه زنهای تاجیکستان فرد و خستن همه حجابا را از سرشون گرفتن و دور فریدن، تمام مشکلات تاجیکستان حل شد؟ آیا مردم با جای کار تامین میشون اگر همین چیز بشه؟ یا اینکه فرض کردیم همه حجاب پوشید، آیا مشکلاتی مسلمان ها حل میشود؟ نه برادر، مشکلات مسلمان ها در پوشیدن لباس های حجاب زنها حل نمیشود. امام علی رحمان در تمام قانون های دین تجاوز کردگی است. اگر مسلمان ها ایمان دارن، غیرت دارن، ناموس دارن، مسئولیت دینی خودشان احساس میکنن، پس باید امام علی رحمان به خاطر این جنایت هایی که صادر کرده است بالای دین برکنار بکنن، بخیزن از بین ببرنش. اگر مردم تاجیکستان واقعا یک مردمی هستند که در ردیف انسان ها و را حسابیده بشود، به خاطر آن که امام علی رحمانوف نتونست 30 سال است نتونست که به مردم جای کار تامین بکنه، قوه برق تامین بکنه، امنیت سالم تامین بکنه. این امنیت نیست که فرزند تاجیک در تمام دنیا به نام تروریست اعلام میشه. این امنیت نیست. به خاطر آن که امام علی رحمانوف در 30 سال نتونست، باید مردم تاجیکستان بخیزن قیام بکنن یا از بین ببرن. همین من تو من همین وقت مثال دولت مثال میگفتم، من سوال میدادم میگفتن که نه یگونجا قانون دولت این خیلی نه که حجاب از سر گیرن، حجاب قانونی اجازه نه اینچه همین خیلی لاف میزنه. من اعلان شد که حجاب به حجاب ممکن نه، حجاب زنکه من آشکارا در هر کارخانه دولتی گرفته استادیم. من قانون بعد همه قانون برآمدن، هر مرد تاجیکستانی که فرق نداره کدام ملت است، هر مرد تاجیکستانی که در همه باره برآمد نمی کند،
در همین باره خاموش است و حکم دایوس میگیرد. دایوس وای دایوس است. الدایوس لا يدخل الجنة ولو كان معه الصلاة والصوم. دایوس داخل جنت نمیشود اگر چنده که همراه خود نماز و روزه زیاد هم که داشتگی باشه. من هم برنامه من نمیخواستم برآمد کنم، این برنامه کارم دیگه بود، کارم دیگه بود، نمیخواستم برآمد کنم، مجبور هم کار مونده. من همیشه شدم که من باید در همین برنامه این مخصوص در همین برنامه برآمد کنم، به ضد همین کار ناروا و غیر قانونی حکومت رحمان برای ناراضگی خودم بیان کنم که نباشد. باور کنی والله قسم هر کسی که در این باره خاموش است و دایوس است. من همین برنامه من برآمد نمیکردم، من خودم میگفتم ای دایوس. و فرق نداره کسی کدوم مردی که نباشه در همین شهران تاجیکستان بعد برآمدن همین قانون اگر یگان دهن گام نزند، اگر مسلمان باشه خودش مسلمان گیرد وای دایوس است، حکم دایوس دارد، دایوس وارد جنت نمی شود. حدیث صحیح است. این همین حدیثی که من الان قرائت کردم، الدایوس لا يدخل الجنة ولو كان معه الصلاة والصوم. متاسفانه اکثریت مردم تاجیکستان امروز دیگر برای آنها نه قدر قیمتی آیت قرآن مانده است، نه قدر قیمتی حدیث مانده است، نه قدر قیمتی دین مانده است. و الا یک مردی که در او دینش، ایمانش، ناموسش، حدیث، آیت قرآن قدر قیمت داره، نمیگذاره که این چنین عملها انجام داده بشه در یک دولتی که او به دنیا آمده است، در یک دولتی که او مثلا بزرگ شده است. ولی من برای چی زیاد از مسائل دینی خودداری میکنم؟ برای که من میدونم که طوری که شاعری بزرگوار میگه که آهنی را که موریانه خورد نتوان از او برد به صیقل زنگ. به سیاه دیل چی سود گفتن وعظ نخلد میخی آهنین در سنگ. از این مردمی که در یا دیگر نه ایمان است، نه انصاف است، نه ناموس است، من دعوت دینی کوشش میکنم که کمتر بکنم. برای این است که من این برنامه غربت انتخاب کردم. تحت این برنامه من به مردم میگم که این هم بیچارگی شما، بیکاری شما، دربدری شما، این هم زیر شته و شکنجه روس قرار گرفتن شما سببش امام علی رحمانوف است. من با این خاطر این برنامه را من پیش گرفتم و این برنامه را پیش میبرم. و ایلا من میتونستم همه بدبختی ها، هر بدبختی که در تاجیکستان به سر خلق تاجیکستان آمدگی، عموما به سر خلق تاجیکستان و فرق کدام ملتی است، بدبختش امام علی رحمان. همه این نامبارک، این قدم نامبارک، این کثیف، این نجاست، کثافت من همین یک شخص گفته که کثافتش ده 7 خانه میزند. گفته که حضرت علی گفته که نه، یک کثافت یک شخص نجس کثافتش گفته که ده 7 منطقه میزند، ده 7 منطقه. اینو یک کس نه، این حکومت ها اکثرتش یک کثافت جنوبی، یک کثیف هستند که کثافتش به سر همه خلق زدگی. اینو در فکر آیند مال سوا داشته باشن یک دولت پیش برن، این گپ دیگه نه که عموما سوا ندارن. هم وزیر معارف از صحبت کردنش معلوم که و عموما سوا نداره. کجا هم دورن پال پختچینی یا یکون کدام باندیت نارکا بیزنس اومده هم وظیفه گرفتگی دیگه. نخواد در دور شوروی تولد شوی، خدمت کنی، 11 سال خانه ارمی خدمت کنی، مکتب عالی خانه، به زبان روسیه ندونه، بعد چی سواد داره تو؟ معلومه شد که اینا سواد نداره. اینا یگون تی سواد نداره، این یک گروه باندید. اما خود امام علی رحمان هم عموما سواد نداره، سرش کاغذ برداره که نمیدونه چی گوه. و چی میگفت وقت بچه و اینجا چی من پرپوتات کرده سوگم. من همین مثال راهبر یا دولتی که باندیتانه گاب میزنه،
یک گوش کن پریپوتیت کردی سمی او بعد پریپوتیت کردی که هم به همین دنیا تولد شدی تو پریپوتیت کردی که در همین مسئولیت اومدی عموما پرپوت شده. خب من خب در آخر تشکر زیاد سخن آخر سخن به مردم مراجعت ما به مردم تاجیکستان که در روسیه هستند، مهاجرا، هر کس که حال هم قدر قیمت خودتان دست نداده، من این خیل من این به این حالت ها ناغلطیده روسیه ترک کنیدتان که هم جاناتان در خطر هست. امروز یا پگه هر یک تیتا اکشتت کشاله کرده به جنگ اوکراین هم برد. انا با من این خیل ماندگی تا به این زلالت و به این ظلم نگاه می‌دارن که چی در حالت یا ترس و وهم نگاه می‌دارن تا که هیچ کار کرده نمیتونیتون. برای همین برگردیتون تاجیکستان، وطن خودمون آباد کنیم. رویتون من از دولت رحمانوف طلب کار کنیتون، طلب جای کار کنیتون، طلب منزل کنیتون. بعد 3 سال من فرساندیم، خوردم، چریدم، گشتم. اکنون باید تامین کنن خلق کار مبلغ هیچی نه، حداقل یک معاش بیکار تیم. مراجعت ما با همین که روسیه ترک کنیتون، حالی هم وقت داریتون. تشکر زیاد برادر عزیز. دکنه الله باشته، اما منم خارج میشم. الله باشین شما را. خداحافظ. برادر ریولوشنر آخر سخن شما. نفرم شاید نیستن. برادر علی آخر سخن شما. آخر سخن من این مردم هم میگم اصاب نمی مهاجرا را ارداره عزیز ای خدم سر کرده و همت انشاءالله ننگ ناموس کنه یکم ترقی دیگه باور کنه در جمع پدر و مادرم و دمه و شما رحم نداره. در اون وطن شتگیان خونه میرم میگی که نمی چوم چخلی میشوان، نمی قم مهنت میکنیم که میزنی گفتی برادراش قتیلاف که و شکتور رو کاری سورکش هم تمامی کار میکنین در همه جمع. همه جمع میکنید در شکم و تغری نمیخرین، در تنم و تغری نمیپشین. روی میکنیم اگر همون روزی که بفهمن که ما خونه رکیم راضی نیستن، نه تا خندیده در روز میگم بیا بچم نگی دروغ های عادت کدگیان دیگه فرزندو با خدا باز نوقت که گنده گیره میکنم در می حالت یمی مردم خودمون. یک پرنده یک حیوان برای فرزند خودش نمی تا مردن تیاره، پدر مادرای ما نه. نمی حالت در می دستر مردم تاجیک در می روسیه انا پدر مادرای ما نمی چیزا میبینن. این دروغ های هازی که اینترنت خوب نیست، اینترنت خوب نباشه جانون هم میبینن، اونا هم منافقای دیگرش هم میبینن، تمام بدبختی ها هم میبینن، فقط همی ظلمی مردم مهاجره نمیبینن یا پدر و مادرای ما. با واسطه هموا به ناموس شدگان مردم. بله همین کسی که به ناموس شدگه با واسطه اونما به ناموس شدگه. این به غیرتی ها را میبینن و اینمی ظلم عذاب ما را نمیبینن، چشم میپوشن. اگر نه هم پدر و مادرای ما و شما همی عذاب میکشیم در همینجا میتونن که هم بدبخت ها طلب کنن که اگر نمیتونه اگر شرایط خوب ساخته برای فرزندای ما خالی کنه. هر الحمدلله ملت حال همی ملتی مثال که فرسوده نیست. هر یک دانشمند داریم، هر یک کارساز داریم، الحمدلله ای سر گوش ما زیاد ای. اگر که نمیتونن بدبخت ها جا را خالی کنن ما و شما بیای بریم انشاءالله کنیم همی کار آخی. ما الحمدلله چند برادر من روی کردم نوبت خدمم هست ای. کم ترک دیگه مونده خدمم انشاءالله میرم تاجیکستان میرم، یگان دولت دیگه نمیرم. بیزار ما اروپا شم امی روسیه شم. بهترین. باقی الله همتون نگهبان باشه.
فکر کنه برادرها اکم مادرای ما اکم بگیم به شوهرن، مثال اکا دادر به ننگ به ناموس رنگ ما و شما دارن و همون خاطر آمدگیان مهاجرت و اپا و خواهرها را هیچی گفته نمیتونم. لیکن برادرها ننگ ناموس کنه، بس کنه همو برادر، همو خواهرها، همو مادرها و خواهرها با ناموسشون بیشتر از این مردم توجیکه. باور کن. ما این چیزا خوب در همین چند سالی که در همین راه مبارزه هستیم مشاهده کردیم، خوب آموختیم. در هر کجایی که یک جوان مبارز در بلا گرفتار شد، زندانی شد، مادر خواهرش دویدن پیش زندان رفتن. اکا و برادر او، پدر او از ترس در سودش اشتراک نکردند. با مادر خواهر بود به غیرت که دوید رفت پیش زندان ها، تا امروز میروند خبر میگیرند. بله متاسفانه اولاد نمیخیل شد. اگه الله هدایت کنه همه ما را در راه راست، در راه صراط المستقیم، پروردگار همه ما را نگهبان باشه. تشکر زیاد، زنده باشین. خدا حافظ برادر. مالش الله نگهبان برادر. شب خوب داشته باشین. تشکر زیاد. من اصلا از تمام خواهرها و مادرها یک تقاضا دارم. مادرای عزیز، خواهرای عزیز، شما واقعاً به غیرت‌های این ملت هستین. واقعاً شما به غیرت‌ها و به ناموس‌های این ملت شما هستین. شما دیگه با امید این مردها نباشین، این مردهایی که ناموس از دست دادگی هستن نباشین. و من خواهش میکنم، بخشش با شما یک نوارا یک بار دیگر اینجا بگذارم، بعدا گپ بزنیم. خب من از یکایک شما خواهرها و مادرای عزیز خواهش میکنم که از همین مردهای بی غیرت بی ناموس رو بگردانیم. برای یک مرد بی غیرت بی ناموس نه اینکه یک زنی تاجیک حیف است، بلکه یک مادخر حیف است. یک نفر داخل شدگی است. من خواهش میکنم در برنامه‌های دیگر داخل بشین، چون که الکی 3.5 ساعت است من در افیر هستم و واقعا کمرم در گرفت. خواهش میکنم هفته آینده روز یکشنبه ساعت 21:00 با وقت تاجیکستان ما برنامه را شروع میکنیم. اگر زنده باشین و میتونین که داخل بشین صحبت بکنین. خب ادامه میتیم. خواهرای عزیز، مادرای عزیز، خواهش من از شما همی است که از همین مردهای بیناموس رو بگردونیم. مادرها از فرزندای بیناموسی که دارین رو بگردونین، غضب بکنین بالاشون، همراهشون صحبت نکنین. حیف است. اینم یک صحبت شما، یک تبسم شما، یک لبخند شما به همین خیلی مردهای بیناموس دیوس حیف است. نه اینکه یک زنی تاجیک حیف است به این مردهای بیناموس، بلکه یک مادخر به خدا قسم حیف است به این مردهای بیناموس. از دست بیناموسی یا دین در خطر است، ملت در خطر است، دولت در خطر است. به تمام مقدسات ما تجاوز کردن از دست بیناموسی این مردها. و فرزندای کوچکتون تربیت تعلیم غیرت ناموس بکنین. به فرزنداتون تعلیم بکنین که بی غیرت نباشن. آینده بزرگ شدن اونمو تعلیمی که با ما میکردن، با شعر ترانه ها ما میگفتیم ما کلان میشویم، قهرمان میشویم، در وطن عزیزمون پاسبان میشویم. همچنین شعرها ایجاد بکنین، به فرزنداتون تعلیم بکنین و بگین که آنها قهرمان این ملت بشوند، به ناموس به غیرت نشوند.
مهاجر نباشند. شما مهاجر نزاین از این به بعد. مادرای عزیز، خواهش میکنم از شما مهاجر نزاین. خواهرای عزیز، تا شوهرای شما به ناموس نشان همراهشون صحبت نکنین دیگر. همین بدبختی شما از دست بیناموسی هم است. دیره بی بیچاره یک مادر ضعیف قوت ندارد که از ناموس خودش دفاع بکنه. بیچاره اگر غیرت می داشت، اگر قوت می داشت، توانایی می داشت، غیرتش که از تو بیناموس 1000 بار بالاتر است. اگر این قوت می داشت، از خودش دفاع میکرد. ولی تو بیناموس، تو بی غیرت گذاشتی که تا امروز این گونه تجاوز بالای مادر و خواهری تو بکنن. حیف است به همو مردی که ناموس نداره، حیف است همچنین زنهای زیبا. و بازم تاکید میکنم حتی یک مادخر حیف است به همین خیلی یک مرد بیناموس و بی غیرت. بشرفان، والله قسم بشرفی است. خاموش بدن بشرفی است، بیناموسی است، بی غیرتی است. و بدانید که روز بشوه که اگر حقوق یک زنی به سطر هم در تاجیکستان تجاوز بشه، من گپ میزنم، من از حقوق او دفاع میکنم. چون که من به ناموس به غیرت نیستم. یک زمانی بود که من مراجعت به خواهرهایی کردم که سطر حجاب نداشتن و امروز هم بازم یک مراجعت دیگر میکنم و آرزو دارم که این مراجعتی ما به گوش شما برسه و شما به او عمل بکنین. نشانه اعتراض خواهش میکنم از هر یک کدام شما خواهرای عزیز، نشانه اعتراض و دفاع کردن از این زنهای بیچاره شما سطر در سر بکنین، بعد بیرون ببروین. اگر چنده که شما نفرت دارین به سطر، شما بدانین که دست درازی در حقوق یک زن است. اگر همچنین کار در دولت‌های اروپایی بشوه، زنهای اروپایی رومال به سر میکنن. در پارلمان آلمان یک زنی که اعضای پارلمان است رومالش همراه میارم. در برنامه هفته آینده نوار او را میگذارم. یک بار دیگر برای تکرارا این نوار را میگذارم، بعدا اون نوار را میگذارم. یک زن آلمانی مسیحی، طبیعی است که اروپایی دیگر سطر حجاب نداره، مسیحیشم. اون زن همراهش یک رومال میاره، در تریبونه در حالت برآمد کردنش رومال در سرش میپیچونه، میگه آیا همین رومال ما در سرم کردم خطرناک شدم برای شما؟ دفاع از حجاب میکنه، دفاع از حقوق اون زنهایی که حقوقشون پایمال میشن. چرا که در یک دولت اسلامی وقتی که حقوق یک زن پایمال میشود، تمام زنهای دنیا سر بالا میکنن، طلب میکنن که حقوقشون پایمال میشود. اما در یک دولت دموکراتی وقتی که حقوق زنهای مسلمان پایمال کرده میشوند، هیچ کسی نیست که دفاع بکنه. شما نگذارین خواهرای عزیز، خواهرای تاجیکی، شما سطر حجاب بر نمیکنین، نگذارین که همچنین کاری بشود. امروز حقوق زنی مسلمان پایمال شد، فردا حقوق تو پایمال می شود. امروز رومالی را از سر کشیدن، فردا تهپوشی تر از تنت میکشند. نشانه اعتراض باز تاکید میکنم، از این همی فردا شروع کرده
از روز 20 می سال 2024 من خواهش میکنم که هر زنی که سطر میکنه یا که نمیکنه سطر بسر بکنین، فردا به کوچه ببروین و گیرد هم بیاین دعوا بکنین که دست از این تجاوز بکش. چون که از سر رومال گرفتن این زنهای مسلمان هیچ خوبی نمیاره به حکومت تاجیکستان، به دولت تاجیکستان، به مردم تاجیکستان هیچ خوبی نمیاره. اگر این زن میخواه که حجاب بکنه، این حقیقتی هست که ما باید قبول بکنیم. اگر زن میخواه حجاب بکنه، این حقوق او است، این آزادی او است، بگذار بکنه حجاب. هیچ کس باید حق نداشته باشه که او را بگه که چرا لباسی مسلمانی بر میکنی یا اینکه غیر مسلمانی. حتی در همین دینی که شما نفرت دارین به این دین، خداوند چی میگه؟ خداوند میگه که لا اکراه فی الدین، در دین مجبور نسازین هیچ کس را. چرا در قانون دنیاوی شما همچنین قانون نیست که مجبور نسازین؟ من بازم خواهش میکنم از تمام زنهای تاجیکستان و همچنین از همزبانان ما، از اون زنهایی که صدای مرا میشنوند، کفایه است که شما یک سطر بسر بکنین و یک نوار ضد حکومت تاجیکستان بکنین، بگین که ما از حقوق اون زنهای تاجیکستان حمایت میکنیم. من این خواهش از تمام زنهای دنیا میکنم. هر کسی که این سخنهای مرا میشنوند، من خواهش میکنم از شما که همچنین یک اعتراض ضد حکومت تاجیکستان بکنین. اگر در یک دولتی فرض کردین مسلمانی، زنی اون ملت مثلا پیش افتمد میروه، او را به شلاق میزنن، حقوق او پایمال میشود، شما دفاع میکنین کو؟ وقتی که در یک دولتی که حقوق یک زن مسلمان هم پایمال میشه، ازش هم دفاع بکنین، ناعدالت نباشین. از فردا 20 می سال 2024 من خواهش میکنم از تک تک زنهایی که صدای ما به گوش آنها میرسه، خواهش میکنم نشانه اعتراض حجاب بسر بکنین. کسایی که اهل تاجیکستان نیستن به طریق نواری ضد حکومت تاجیکستان 4 کلمه بگو: ما تجاوز بالای حقوق مردم محکوم میکنیم. کسایی که در تاجیکستان هستین به میدان ها ببروین، با همه حجاب ها در سر بکنین، بگین که این همه حجاب گرفتن یا که پوشیدنش مشکلی ما را حل نمیکنه و این وظیفه شما نیست که به مردم بگین چی طور لباس باید بپوشن. در دنیای امروزه که مثلا شهادت نامه های مردم با اون همو صورت قطعی جا به جا گذاری می شوند. بله درست است که فرنجین گفته همو نقابی که پال روی انسان می پوشانه همو چیزا اجازت نمیتین، ولی همچنین عملی که یا انجام میتین، والله قسم به تمام عظمتی پروردگار، قسم به تمام هستی، در حتی اسرائیل همچنین عمل بالای مسلمان ها انجام نمیشه. حتی در اسرائیل با حجاب قطعی پاسپورت گرفتن حق و حقوق داره یک زن، با ریش پاسپورت گرفتن یک مرد اجازت داره. ولی در تاجیکستان که 97% مسلمان است،
ببینید که چی تجاوز در حقوق مردم می شود و چرا مردم دنیا خاموش هستین شما. ای مردایی که شما خودتان مسلمان می حسابین، خداوند شما را گفت که اگر شما از دین خودتان دفاع نکنین، من کار میکنم دشمنان من، کسایی که در دین من نیستن، از این دین دفاع میکنن. همین است که یک سازمانی با نفوذ امریکا حتی طلب کرد که ثروتمندای تاجیکستان، کسایی که در حکومت کار میکنن ثروتمند هستن، پولهاشون در بانک های جهانی بلاکیرافت بکنین، محکم بکنین پولهاشون، چون که اینها دست درازی در حقوق های دینی مردم میکنن. دیدن که خداوند در اینجا حق برآمد، دوباره دیدن که کلام الله حق برآمد. شما همین قدر معجزه ها را میبینین، بازم به ایمان رو نمیگردونین، ناموس غیرت نمیکنین. و الا شما ناموس غیرت میداشتین، این زن این خیلی تحقیر نمیشید، حقوقش پایمال نمیشید. این پایمال کردن حقوق انسان است، پایمال کردن حقوق زنها است. تو کی هستی که با اون میگو که چگونه باید لباس بکنه؟ بر یگان مدل شو اشتراک کردنی نیستی زن، و تو هم خداش نیک پکستومش نیستی که برای او بگوی که نه نه خیلی بکنی خیلی زیباتر میشه. تو کی هستی؟ این همین لباس میخواه بپوشه، همون لباس بگذار بپوشه. مسئولیتی تو تامین کردن امنیت است، نه اخلال کردن امنیت. مسئولیتی تو تامین کردن به جایهای کاری مردم است. مسئولیتی تو تامین کردن تمام فضای صاحب کاری و کار کردن است، نه اینکه تجاوز کردن در ناموسی مردم، نه اینکه تجاوز کردن در حقوق مردم. دیگر من به مردهای تاجیک مراجعت دفاع کردن از ناموس زنها را نمیکنم. من دیگر به ملاهای تاجیک هم مراجعت دفاع کردن از ناموس زنها را نمیکنم. کاری ما تا جایی رسیده است که اینقدر شما بی ناموس و بی غیرت شدین که من یک جوان مبارز، یگانه جای امیدم اینمی غیرت ناموس زنهای تاجیک است. و امروز ما از زنهای تاجیک طلب میکنم که بخیزیم از حقوق این زنهای بیچاره که پریستویتلی جنسی شما هستند دفاع بکنید. مردهای ما مردن، به ناموس شدن، به غیرت شدن. ما تنها در این برنامه در آخر بازم از مردهای تاجیک همین چیز طلب میکنم، همین خواهش میکنم، همین پیغام میرسونم به این مردها که اگر شما ادامه بتین در روسیه ایستادنتان، زندگیتان بدتر می شود. خطرها در جان شما ایجاد می شود. شما امنیت از دست میتین. بودن شما در روسیه خطر در داشتن دولت تاجیکان است. این چیزا بدونید. در امان الله باشین. پروردگار شما را غیرت ناموس بتیه، رحم انصاف بتیه، عقل تون بتیه، پیش از همه که درک بکنین که ما چی میگیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.